به نام خداونده که عقل و دین داد و به ما زبان داد، عقل و هوش داد تا اینکه از دیگر مخلوقاتش فرق داشته باشیم. با همین عقل، با همین ذکاوت، فرق انسان از دیگر مخلوقات عالم این است که درک دارد، فهم دارد، عقل دارد و تفکر میکند، تدبر میکند. در نتیجه تفکر و تدبر اقدام میکند، دست به کار میشود و انا برای همین انسان مکلف است. اهل وحوش، اهل حیوانات، دیگر مخلوقات پیشگاه خداوند مکلف نیستند، هیچ تکلیفی ندارند و این انسان است که از عقل او به او داده در پیشگاه خداوند جواب میگوید. نعمتی که به انسان داده شده است، فرق کنندهش هم همین است، یعنی عقل. خداوند به یکایک من و شما قوت بدهد که توانیم عقل و ذکاوت خود را کار فرماییم. خداوند کریم منان به یکایک من و شما قدرت بدهد که انسان بودن خود را فراموش نکنیم. انسان باشیم، انسان بمانیم. هیچ وقت، هیچگاه، در هیچ حالت انسان بودن خود را فراموشه نکنیم. هر لحظه ای که انسان بودن خود را فراموش کردیم، حتما به اهل وحوش میپیوندیم، وحشی میشویم و از دستمان هر گونه وحشیگری برمی آید. گفتم وقتی که انسانیگری را فراموش کردیم، میگویند که آدم باش. همیشه آدم بودن را خداوند به ما میسر کند. هیچ از راهش گمراه نکند. هیچ از راه صراط المستقیم ما را منحرف نکند و خداوند کریم منان نصیب کند که تا آخر عمر در راهش باشیم، در خدمتش باشیم، از وسوسه های شیطانی و نفسانی و شهوانی همیشه در پناه عصمتش باشیم. از پروردگار کریم منان دعا میکنیم که جد و جهد، کوشش و غیرت، میل رغبت ما در راه ایمان اسلام زیاده بگرداند. از تنبلی، از کاهلی، از بی‌مسئولیتی، از بی‌پرواگی در پناه عصمتش نگه دارد. برای چی با این دعاها برنامه امروز را آغاز کرده ایستادم؟ برای اینکه تماشابینان عزیز، ایده از ما، ایده از هموطنان ما، ایده از آنهایی که زمام دولت ما، زمام کشور ما در دست آنها است، از رخت انسانگری بیرون رفتند. سیمایشان، صورتشان همچون انسان مانده است، لیکن کیها سیرتن به اهل وحوش پیوستند. صورتت را چی کنم گر تو نداری سیرت، کس به یک جو نخرد این صورت بی سیرت. یک عده از هموطنان ما که زمام کشور در دست آنهاست، آنها را حب مال دنیا، حب منصب، محبت کرسی از انسانگری بیرون انداخته است. چنان مغرورشان کرده است که فکر میکنند میتوانند وحشی بوده هم زنده باشند و حتی شعار هم دارند: نامرد باشم زنده باشم. شعار هم یک شعاری اویلوی دارند: نامرد باشم زنده باشم. این خلاصه ها نامرد باشه هم، وحشی باشه هم، حیوان باشه هم، زنده باشی، از کجا پیدا شده است؟ این غرور از کجا پیدا شده است؟ اون گپ هایی که میگفتید شما، یک برادرم تراکتورچی است، تراکتورچی میماند، کجا شد؟
برای ملتم جانم را فدا میکنم کجا شد؟ اکنون بجای برای ملتم جانم را فدا میکنم، شعار شما هر یک نفر ملت را خونش را میمکم شده است. خونی هر یک نفر ملت را مکیده ایستادید، کیسه هر یک نفر ملت را خراب کرده ایستادید و آنهایی که با شما نیستند، به وحشانیت شما راضی نیستند، به وحشیگری های شما راضی نیستند، آنها را یا کنج زندان میکنید یا به قتل میرسانید یا اینکه سر به گریزش میکنید. یکی از آنها محمد علی حیید. محمد علی حیید کیست؟ یکی از نخبگان ملت. محمد علی حیید شخصی است که چی مخالف، چی موافق، چی مخالفین، چی ملا، چی غیر ملا، چی لیبرال، چی دنیوی ها، همه دوستش می‌دارند، همه قبولش دارند که او جوانمرد است. هیچ کس در حقش حرفی بدی نیافته است، در شأنش حرفی بدی گفته نمیتواند. نفری است که در همه غم و شادی ملت در پهلوی ملت بود. نفری که از روزی به استقلال رسیدن کشور و پیش از آن برای استقلال کشور در پهلوی ملت بود. تلاش‌هایش برای به استقلال رسیدن کشور را هیچ کس فراموش نکرده است. همه در یاد دارند. و چنان جوانمردانه زیسته است، چنان پاک وجدانانه زیسته است و چنان انسانگرانه و همچون انسان زیسته است که تا به امروز 7 سال می شود پشت پنجره زندانش کردند. هیچ کس در حقش یک حرف بدی گفته نمیتواند. وردی زبان هاست جوانمردی هایش، وردی زبان هاست سرسپردگی هایش، وردی زبان هاست صداقتش به وطن، وردی زبان هاست جان نثاری هایش، جان فدایی هایش. همیشه جان فدای ملت بود، جانش فدای ملت بود. آمده بود برای پیشرفت ملت قربان شود. آمده بود ملت پیش برود و برای پیشرفت ملت هر چیزی به سرش بیاید تنش جوشن بود. زدندش، کوفتندش، جابرمانش کردند، تن نداد. تن نداد. خواستند با زدن و با لط و کوب کردن او را بترسانند. وقتی که در آزادی بود سال 2013 یادم نرود، ماهای اخیر ماه مارت اولهای ماه اپریل بود، در نزد دری خانه اش در درآمدگاه در پادیست وحشی ها در لط و کوبش میکنن، از هوش میروانندش. ولی برابری به زبان آمدن، برابری به هوش آمدن، او باز کار خود را ادامه میدهد. برابری به پا خیستن، او باز راه سوی اداره کاریش میگیرد، اداره سیاسی، باز به سوی ادای مسئولیت و باز صدا میدهد که ما فرزندان اوگه این ملت نیستیم. دل ما هم جان ما هم برای این ملت میسوزد.
اینجا شرط نیست که او صداهایش را بمانیم. همگی شنیدگی هستید. نشنیده باشید از شبکه یوتیوب جویا شوید چگونه جوان مردانه گپ میزند. این مرد حالا 6 ماه شده است، 7 ماه 8 ماه شده ایستاده است، از او درکی نیست. به زندان انداختندش. حالا 8 ماه می شود کسی خبر ندارد که به سر این مرد چی آمده است. می بایست پس از 6 ماه آیله‌اش، همسرش، مادر فرزندانش با او دیدار میکرد، اما به دیدار بینی اجازه ندادن. گفتند که او جنایتی کرده است و به همین خاطر جزای او همین است که با خویشاوندانش در این 6 ماه دیدار بینی نمی کند. نویس کردن به پیوندانش، چنانه که خبر داریم به پروکراتوری گنرالی نویستند، به دستگاه پرزیدنت نویستند، به چند نهادهای دیگر نویستند، به خودی سرریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان نویستند. هیچ کس جواب نمیدهد. حالا در این باره پرتر ما فرزند ایشان فیروز محمدعلی را به برنامه دعوت کردگی هستیم. بدتر انشالله همراه میشوند و از خودشان بیشتر میپرسیم. اما این است که هیچ جوابی ندادند. حالا پیوندانش به سازمان های بین المللی مراجعت کردند تا از محمدعلی حید برای درک یافتن، معلومات یافتن که او زنده است یا نه کمک کنند. حالا نمیدونیم، از فرزندشان میپرسیم که کدام سازمان های بین المللی تا حال حاضر به نامه اینها جواب گفته است و این پرسیدن کمک برای دریافت معلومات درباره زنده بودن یا فافسیدن محمدعلی حید تا چی اندازه کدام سازمان ها در چه حالتی کار هستند بدتر انشالله همراه میپرسیم، همجایی میپرسیم که با کجا رفته رسیده است. انشالله امیدواریم که فرزندشان دعوت شده هستند به برنامه وارد بشوند. اما هیچ درکی نیست تا اینجایی که ما خبر داریم. یگان درکی نیست. 8 ماه گذشت. در داخل تاجیکستان یک زندانی او ادای جزا کرده ایستاده است، درست، اما او انسان است، کرامت انسانی دارد. او هم حقوق دارد، هرچند حقوقهایش محدود هستند. حقوقهایش را محدود کردگی هستید، وابسته به جنایتش جزا دادگی هستید، او ادای جزا کرده ایستاده است. از این زیاد باید به او ظلم نشود. او درست ادای جزا کرده ایستاده است و به گمان شما او جنایتکار است، اما ملت میداند که او ذره جنایت ندارد. او بیگناه با ظلم پشت پنجره زندان است. به کسی نشان نمیدهد. حتی دوستانش در یک زندان او را دیده نمیتوانند. ببینید چنان در یک حالتی هست که حتی از داخل زندان پول داده باشد هم درباره محمدعلی حید معلومات برآوردن نشده ایستاده است. به گفته بعضی ها برای همین بسیار نگران کننده است. اینها که به یک پول پوچک همه معلومات را میفروختند، امروز چیزی گفته نمیتوانند. چی گپ باشد؟ محمدعلی حید کجاست؟ زنده است یا نه؟ ای حکومت داران، محمدعلی حید کجاست؟ چرا پنهان میکنید؟ چرا پنهان میکنید؟ به فرزندانش نشان ندادید، به همسرش نشان ندادید و گفتید که او در جزا است. 2 ماه گذشت. شما چند ماه جزا میدید او را؟ چند وقت؟ گفته میتوانید
جزایش 1 ماه است، 2 ماه است، 3 ماه است، 6 ماه است. چند وقت است جزایش؟ یک چیزی دیگر، اینقدر نگرانی ها رفته ایستاده است، مراجعت به سازمان های بین المللی رفته ایستاده است. شما اگر آبروی اعتبار کشور را میخواستید، آبروی اعتبار تاجیکستان را میخواستید، به نزد کامیرا می آوردیدش، 1 2 3 کلمه گپ میزنوندیدش، میگفت که من صحتم، سلامتم، من زنده ام. همین کار را کرده نمیتوانید؟ پس شما چی را پنهان میدارید؟ پیرمردی اون روز، پیرمردی 77 ساله، 70 چند ساله را کشتید، برآوردید دادید از ناحیه وحدت. سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه وحدت را کشتید، در پیرمرد را برآوردید دادید. از این پیش چند پیرمرد را کشتید شما؟ بابایف عبدالستار، سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ناحیه اسفره، سابق قربان منانوف، رئیس قربان منانوف، سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از ناحیه نورک، از شهرک نورک. این پیرمردها که سن سالشان از 70 گذشته بود، در زندان جان دادند، در زندان جان دادند. شما را چگونه میتوانه انسان گفت؟ نه به کودک رحم دارید، نه به پیرانسال رحم دارید. بابای دانه موسفید 86 ساله را گرفتید، بردید زندان کردید بدون هیچ جرم. جرمش چی بود؟ به کیم کدام زندانی ها کمک برده است؟ چی میگو؟ دچکه برده است. دیگه گپ نیافتید شرمنده ها. 86 ساله انسان را، پیرمرد را، یک پایش لبی گور بردید زندان کردید. چند وقت در زندان نگاه داشتید تا اینکه هیاهوی سازمان های بین المللی بلند نشد و شرمنده تان نبرآمد؟ نمیدونم سرحد شرم و حیای شما، انسانگری شما کجاست؟ در کجا بیدار می شود؟ حیران می شود انسان. محمد علی حیید هم تک 70 است سن سالش، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. شما 13 نفر را بردید زندان کردید از ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. حالا ببینید به جای 13 نفر چندین نفر چهره های نو را در پیش رویتان میبینید. گپ هایی که از آنها نشنیده شنیده ایستاده اید. افشاکاری هایی که از جانب آنها نشده بود، بیشتر آنها به صبر و تحمل دعوت میکردند، به مصالحه کاری دعوت میکردند. حالا آشکارا از همه جنایت های شما گپ میزنند. چندین نفر را در روبرویتان دیده ایستاده اید. یک گمرلی قوت را کشتید، چند شاگردش حاضر از بالای سرتان نگاه دارد. هر طور موی سرتان را شمرده ایستاده است. هر یک قدمتان را شمرده ایستاده است. برای همین کشتن، زندان کردن، نابود کردن، سر به گریز کردن حل کارتان نیست، چون که این همه کارتان احمقیگری است. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان بود، بیشتر کوشش میکرد که با صبر و با تحمل، با بردباری، با مصالحه کاری پیش برود تا اینکه مردم به یک فهم و درک جامعه دموکراتی رفته رسند، تا اینکه مردم به یک حد تحملگرایی رفته رسند، تا اینکه مردم درک کنند که در جامعه که
احزاب گوناگون است، اندیشه های گوناگون است، ادیان گوناگون است، همه یکدیگر رو باید تحمل کنند تا به این حد رفته رسیدن. بسیار با صبر با تحمل میرفت. اما شما چیکار کردید؟ به گپ چند زیردستان احمق خودتان رفتید، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را از بین میبرم گفتید، تمام مردم را به خودتان دشمن کردید. یک حزبی که در قلب مردم کشور محبت داشت، یک بستگی داشت، او را از زیر نظارت خودتان بیرون کردید. حالا شما میتوانید با دستان خودتان شب و روز موی بدنتان را کنده ایستید. کار را خودم کردم، عیب خودم در بی دنبه هم گفته. حالا برادر عزیز گرامی فیروزی حیات به برنامه خوش آمدید. من تماشابینان عزیز ایشان را به برنامه دعوت کرده بودم تا اینکه در این برنامه در برابر شما به سوالهایم جواب بگیرم. برادر خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم اکای شوکت جان، تشکر زیاد برای دعوت و تشکیل یک چنین برنامه. در خدمت زنده باشید. من دو سه سوال دارم پیش از همه میپرسم، بعد از آن چیزی که نپرسیدم از شما میخواهم گپ زنید. سوال اول من این است که حالا گفتیم که از پدرتان درک نیست و شما درک میجویید و من پیش از همه شما سوال میکنم که کدام راههای پیدا کردنی درک از پدرتان را شما پیوندان استفاده کردید موفق نشدید؟ خب ما و نزدیکان در اول از راههایی که میشد همون رسانه‌ای شد، از نامه نوشتن به وکالتدار حقوق انسان و به پروکراتور مراجعت به رئیس زندان ها، مراجعت به رئیس سیزا و دیگر ها مراجعت کردیم، ولی با نوشتن نامه و مراجعت کردن به رئیس زندان ها و دیگرها موفق به پیدا کردن یگان معلوماتی دقیق نشدیم تا این وقت. بعدا کوشش کردیم با راه‌های دیگر، طریق شناس ها یا نفرانی که در زندان هستند، نزدیکان آنها کوشش کردیم در این مدت هم یگان معلومات دقیق پیدا کنیم، ولی یگان کس آماده دادن یگان خبر یا معلومات نیست. چون همه خب بعضی بهانه‌های پیش می‌آورند که گویا میگویند که نظارت در این مدت چند ماه اخیر بالای پدر شما، بالای نزدیک شما سخت‌تر شده ایستاده است و هر روز اون نفرانی که در نگاه و بین هستند، یعنی مسئول نگاه و بین هستند، یعنی مسئول همون جا هستند، اونها زود عوض میشن و پیدا کردن یگان معلوماتی دقیق خوب نمی شود و بسیاری نفرهایی هم که میگویند اگر کسی هم معلومات دهد باز مشکل بالای اون نفرها زیاد میشد و برای همین از دادن معلومات بسیاری ها میترسند. خب چیزی نمیگویند. ما در همین مدت با ما مؤثر نشد که یگان معلوماتی دقیقه درباره وضع سلامتی پدرم پیدا کنیم. بسیار خوب. حالا ببینید، شنیدیم که شما با 11 سازمان های بین المللی مراجعت کردید تا در پیدا کردن معلومات درباره پدرتان کمک کنند. کدام از این سازمان ها تا حال اظهار آمادگی برای کمک کردند و کدام از این سازمان ها به نامه شما جواب گفتند؟ در این مدت با 11 سازمانی که ما نامه فرستادیم، تنها تا حال 3 سازمان با ما پاسخ دادند. 3 سازمان با ما پاسخ دادند. ائتلاف ضد شکنجه که در تاجیکستان است، اون گفت که ما نامه شما رو دریافت کردیم و در اولین فرصت با شما در تماس میبریم. بعد از سنجش و دیگر تا حال در این مدت چند روز دیگر در تماس نبرآمدند و بعداً کمیسری سازمان ملل متحد عاید به حقوق بشر به نامه ما پاسخ داد که ما نامه شما رو دریافت کردیم و خوب تلاش میکنیم برای معلومات پیدا کردن. و بعدا نامه دیگری آمد از سیویل رایت دیفندرز که این سازمان هم گفت که ما نامه شما رو دریافت کردیم و سنجیده میبریم. تنها در این مدت از 11 سازمانی که ما نامه نوشتیم
3 سازمان پاسخ داده است و ما با این 11 سازمان خاموش راستی با نوشتن نامه با 11 سازمان خاموش ایستاده نیستیم. نیت داریم با دیگر سازمان های باقی مانده، با اتحاد اروپا و با جایی که می شود نامه فرستاد و از اونها میتوانند کمک به ما برسانند. ما کوشش میکنیم که تا به اونها نیست نامه بنویسیم و درخواست کمک یا چیز دیگر بکنیم. شما پیشتر گفته بودید که به رسانه ها گفته بودید که شما به مقامات های انتظامی نامه نوشته بودید که آنها از درگوجا بودن پدرتان به شما معلومات دهند، به نامه های شما جواب دهند و گفتید که آنها وقتی که جواب ندادند بعد ما به سازمان های بین المللی مراجعه کردیم. فکر میکنید باید از روی قانون آنها در مهلت قانونی که 1 ماه است 15 روز است باید جواب دهند؟ چرا آنها جواب ندادند به فکر شما؟ خب در این مدت وقتی که مادر حضورا از منصور جان عمرов پرسیدن تنها اون و رئیس زندان، رئیس سیزایی که پدرم نگهداری میشد او یعنی زبانی گفت که وضع سلامتیش خوب است و همون که قانون را گویا کدام قانونی را ویران کرده است برای همین ما اجازه واخوری ندادیم و واخوری نوبتی شما بعد از 6 ماه صورت میگیرد. بعدا ما با وکالتدار حقوق انسان و پروکراتور نامه نوشتیم. مادرم نامه نوشتن. اون وکالتدار گفت که ما نامه شما را با یک جواب رسمی نامه روان کرد و گفت که ما نامه شما را به پروکراتور روان کردیم و معنای اون که از دست ما کار نمیاد. اگر پروکراتور پاسخ ندهد دیگر هیچ. در این مدتی بیش از 1 ماه است که پروکراتور تا حاضر چیزی نگفته است. چی تفتیشات هم یعنی حتی از آغاز نمودن تفتیشات هم پیامی ندادند. در این مدت آنها خاموشند. خوب از پروکراتور به نظر من یگان جوابی دقیق شنیده نمیشود، چون یک باری که با پدرم مشکلی رخ داده بود وقتی که مادر و نزدیکان به پروکراتور مراجعت کردند، پروکراتور تفتیش کرد و باز گناه را آورد به سر پدرم زد. گفت که محمد علی حید زندانبانها را غم می‌دهد، سر می‌خیزد، آبی گرم می‌پرسد، آبی طهارت می‌پرسد. برای همین خیلی جزا شده است. جواب پروکراتور همین بود، چون این کارها لازم است و نامه نوشتن به پروکراتور و دیگرها لازم است. اون نامه را نوشتن و نزدیکان ما حق دارند که وکالتدار حقوق انسان را و پروکرور گنرالی را برای ندادن معلومات، یعنی برای آغاز نکردن تفتیشات به سود بدهند، چون هر یک همون مقامات مجبور است که به شهروندی خود به همون شهروند در مدت 1 معین جواب بدهد. چون اینا جواب دادن نتونسته ایستادن، نزدیکان ما میتوانند آنها رو به سود بدهند و خوب این را ما با دیگر ادوکات ها آموخته ایستادیم. اگر بتوانیم آنها رو به سود میدیم، در حالی که اون سود هم از خوب بگیم از یک جا است. پروکراتور سود دیگر همشون از یک جا میگیرن. حالا ببینید، گفتید که منصور جان عمرов گفت که پدرتان صحت است و سلامتیش خوب است. در حالت یگان حالت بعد روی دادن ما حتما خبردار میکنیم آنها را. حتی دغل کرده گفت که مبادا بله دغلانه پاسخ داد که یگان گپی یعنی همون گپ با زبان آوردن نمیشه. گفت که همون گفتن که رخ داد ما پاسخ میدیم. خود اینجا نشان میدهد که همه کارمندان زندان از همون بالا بودهاش تا آخرش نفرای دغل گفتار و دغل رفتار هستند. خوب است. حالا سوال من این است که منصور جان عمرов دعوا میکند که پدر شما صحت است و شما با این باور ندارید. آنها چیکار کنند شما باور میکنید؟ خب ما طلب واخوری داریم، همون واخوری که قانونا به ما در ما نمیگوییم که به ما هر ماه اجازه واخوری بدید. ما همون قانونی که اجازه در 6 ماه 1 بار دیدار است به ما همون اجازه رو بدین تا مادرم پدرم رو ببینن. حتی همون در پیشتر صحبت هم گفته بودن که مادرم حتی خواهش کردن که از دور من شوهرم رو ببینم، یعنی پدرم رو ببینم. حتی اونها با این روزی ملاقات هم نکنم.
بله، اونا تنها میگویند که وضع سلامتیش خوب است و اجازه نداده ایستادن. ما میخواهیم که اجازه واخوری دهند و در همون نامه‌ای که به سازمان ها نوشتیم یعنی درخواست کردیم که اونها با حکومت یگان فشار بیارن، این حادثه رو بسنجن و تا به نزدیکان ما اجازه واخوری با پدرم رو بدهند. در همین حالت میشود از وضع سلامتی پدرم خوب فهمید که در این مدت 6 ماه 7 ماه، خب امروز 8 ماه است، میشود در این مدت چی رخ داده است و چرا محض با عائله ما در این مدت اجازه واخوری ندادند. تشکر. حالا شما چی امید دارید؟ آیا سازمان های بین المللی، سازمان های دفاع حقوق بشر می توانند که معلومات درباره پدر شما دریافت کنند؟ چون آنها و این قدرت را دارند که به تاجیکستان تاثیر رسانده باشند به باور شما. شاید بعضی از سازمان ها طریق بعضی از دولت ها بتوانند به تاجیکستان فشار بیارند. اگر که اون نامه نوشتن و بیانیه دادن باشد یگان تاثیر نخواهد داد، چون در این مدتی چند سال دیدیم که با نامه نوشتن و خب سازمان ملل متحد طلب کرده بود که زندانیان سیاسی حزب نهضت آزاد شوند، اینها تاثیر نداشت. اگر که خوب این سازمان ها خوب کار را خوب انجام دهند و تاخیر بروند، یعنی تاخیر فشار بیارند، شاید در این مدت تاثیر خواهد رساند. دیگر اونش به خدا معلوم است. ولی وقتی که ما یک کارمند امنیت وقتی که در تاجیکستان بودیم گشت گفت که یگان سازمان و حتی یگان دولت حق ندارد به زندانیای ما کاردار شود و کار فرمان داده بتواند. یعنی اونها دلشون تا جای پر است که یگان سازمان یا یگان دولت فشار آورده نمیتواند در مسئله زندانیان سیاسی. ولی من به همین باور هستم که اگر دولت‌های دموکراتیک فشار بیارند، سازمان‌ها فشار بیارند، تنها با گفتن یک بیانیه خالی کارشون رو بس نکنند، کار تاثیر خواهد داشت. یعنی اونها در صلاحیتشون که این کار هست میتوانند تاثیر گذارند، اما من هیچ باور ندارم به همین ها. مثلا سازمان ملل متحد، کمیسری عالی سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرد که بدون قید شرط، حالا سال 2018 بله 2018 یه سال گذشت، چهارم سال رفته شده است، 6 ماه مهلت داد به تاجیکستان که بدون قید شرط محمد علی حید سازمان ملل متحد از تاجیکستان طلب کرد، او گفت که او بیگناه است، ما سنجیده برآمدیم باید او آزاد کرده شود. 6 ماه مهلت داد بدون قید شرط، یگان قید شرط نمانده آزاد کند. باز طلب دیگرش، طلب قطعی دیگرش، کسانی که در زندان کردن محمد علی حید دست دارند، در شکنجه او دست دارند، باید در بازداشت او دست دارند، باید به جوابگری کشیده شوند، حتی جریمه پرداخت کنند، یعنی ضرر معنوی پرداخت کنند. خب این کارها سال چهارم رفته شده است، یگان گپشون رو اجرا نمیکنه تاجیکستان. خب من اینجا یک نکته رو باید قید کنم. وقتی که سازمان ها بیانیه میدهند، یعنی در برابر اون یگان مکانیزمی فشار آوری رو خب یا ندارند یا نمیگذارند. اگر همون مکانیزم های فشار آوری استفاده برده شود، همه کار شده نیست. ولی این سازمان ها با دادن یک بیانیه همین کار رو از سر خود ساقط میکنند. بله من امیدوارم که این دفعه هستم که این دفعه کار این خیلی نماند. امیدوارم که یگان از همون مکانیزمایی که میتونن فشار بیارند از همونا استفاده برند. ما طلب داریم که از همونا استفاده برند. برای خوب سازمان ها خودشون خوب میدونن که این نفران بیگناه روانه زندان شدن. خب اگر در حقیقت یگان تروریست ثابت هم کردن، یعنی همون کمیسیون سازمان ملل متحد اوید به همین حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه، بله بازداشت‌های خودسرانه ثابت کرد در یک مهلت طولانی سنجیده برآمد که در حقیقت محمد علی حید ریاست 13 نفر ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف، اینها همه بیگناه در زندان ایستاده‌اند.
سازمان ملل متحد با نفوذترین سازمان جهانی، سازمان بین المللی ثابت کرد. اما در همون سازمان ملل متحد نماینده تاجیکستان نشسته است. بله. نماینده تاجیکستان نشسته است. چرا از او پرسیده نمی شود که تاجیکستان این کارها را تا به کجا برده رساند؟ در تاجیکستان نمایندگیشان را دارند، دفترشان را دارند. چرا پرسیده نمی شود که تا کجا این طلبی سازمان ملل متحد تا کجا برده رسانده شد؟ سازمان ملل متحد، کمیسری عالی حقوق بشری سازمان ملل متحد اوید به بازداشت‌های خودسرانه 6 ماه مهلت داد. 6 ماه نه 3 سال شد. این مهلت گذشت. چرا پیگیری نمی‌کنی؟ این خیلی یک سازمان جهانی مهلت میداده است. به مهلت دادگیش نگاه کرده کار نمی‌کرده است. مهلت دادگیش گذشته می‌رود، اما چی شد گفته نمی‌پرسیده است. و چی شد گفته پرسیدگی باشد هم جوابش را رسانه‌ای نمی‌کرده است. این چی گپ است خودش؟ یک سازمان بین المللی، یک سازمان جهانی اینقدر خودش را احترام نمی‌کند، حتی مهلت دادگیش را پیگیری نمی‌کند از یک کشور. این خیلی نگران کننده است. و چیز دیگر این است که برادر عزیز پیشتر از این سال 2019 ماه مارت 9 سازمان حقوق بشر با نشر یک اظهارات یکجایه از مقامات تاجیکستان طلب کردند که محمد علی حید بدون شرط و عاجلا آزاد کرده شود. به اینها یگان جواب گفت نگفت تاجیکستان، یگان پسند کرد نکرد، یگان این نیو سازمان حقوق راستی تا حال از راستی جای شاید خوانده بودم جوابی عمومی یا به سازمان ملل بود یا به اون سازمان ها بود. اینها فقط یک جواب دارن، میگویند که ما زندانی سیاسی نداریم، در حالی که در نامه هایی که اونا خودشان چند جا من مشاهده کردم که حکومت وقتی که پاسخ میدهد میگوید زندانی سیاسی یا دیگر، ولی در رسانه های رسمی و دیگر میگویند که ما زندانی سیاسی نداریم. خب اینجا فهمیده نمیشود که اینا یعنی خودشان هم اعتراف میکنن که زندانی سیاسی در حقیقت در تاجیکستان وجود دارد، ولی با سازمان ها میگویند که زندانی سیاسی وجود ندارد. خب خودشان که از دخورگی گپ میزنن، در اینجا از دخورگی خودشان. بسیار خوب، تشکر زیاد برادر عزیز. حالا انشالله یگان سوال پیدا شد یا یگان چیزی پرسیدنی پیدا شد حتما به شما مراجعه بکنیم. اگر باشد طول چند دقیقه دیگر همینجا بمانید. حالا سلمان سلطان زاده با ما پیوستند. همچنین باز نفران دیگر به ما پیوسته ایستادند. کسانی که پیوست شدگی هستند حتما به من خبر دهید، آنها را بالا کنید تا با هم صحبت کنیم. محمود صادق تا با سلمان سلطان زاده خواهش میکنم نوبت پایید. و حالا سلمان سلطان زاده خوش آمدید به برنامه. تشکر به شما که ما شما رو مخصوص دعوت کرده بودیم و دعوتی ما رو پذیرفتید برادر عزیز. زنده باشید. السلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اولا می‌دارم که تکلیف کردید، بسیار ممنون. به برادرم فیروز جان هم سلام خود را میرسانم. صدایم هست؟ امیدوارم صداتون خوب است. خواهش موضوعی که امروز سال ما شما مطرح کردید، موضوع استاد محمد علی حید، این واقعا یک موضوع داغ است و یک موضوع است که هر روز روی میز هر یک نفر، هر یک شخصی که مثال خود را هم تو یک انسان، یک توجیه، یک آزاداندیش گوییم یا یک شخصی که خودش آزاد و توجیه که آزاد چیز میکنند، باید که در روی میزش، در همین پیش فکرش همین موضوع دائم در نزدش باشد که محمد علی حید کجاست و دیگر یاران او در کجا هستند و چه حال دارند. چون یک عضو ملت ما، یک عضو جامعه ما که با حکم ناعادلانه، با یک تهمت، با یک چیزی ساخته بافته از پنجره رفته است و انسانی که وجدان دارد و به خود یک آر دارد و ناموس دارد نمیتواند در این مورد خاموش باشد.
خاموش بودن خودش این یک جرم است. اگر این را با فراموش کرده باشد عموما یا که در چی میگه در ذهن خود این فکر رو نداشته باشد که همین بزرگان کجا هستند، کجا شدند، تقدیر آنها چی شد و عالی آنها چی حال دارد. خلاص همه این موضوع اگر در ذهنش نباشد من نمیتوانم بگم که انسان است یا وجدان دارد. دل دارد یا ندارد زیر بله فرق ندارد که او در کدام عقیده هست، در کدام گرایش هست. از او گفتید خیلی که اولی در موضوع گفتید آدمی خود دنیوی حساب میکند، روحانی حساب میکند، لیبرال حساب میکند. کسی باشد نباشد اگر او در ذهنش، در فکرش، در هوشش این چیز نباشد، یعنی دردی که مثال گوید که یک به هم قوم من، ملت من ناحق ظلم دیده ایستاده است، یعنی همین در ذهنش نباشد، من فکر نمیکنم که انسان است. بله یک آدم است، یک مخلوق است، لیکن همچون انسانی کامل بودن و یک درد ملت را حس نکردن این سبب می شود که او را یک زینه بخشش میپرسم و یک زینه پس فراریم، یعنی که از آن نه خیلی با یک انسانی با کمالت رسیده حساب کرده نمیشه از نقطه نظر ما. از طرف دیگر حاضر من اینجا صحبت شما را از اول تماشا کرد ایستادم. واقعا باید اقرار شد که احسان گفت با خانواده این خیلی زندانیان سیاسی علاوه خصوص من حاضر فیروز برادر دیدم. واقعا بعضی یک چیز دیگر من خود فیروز صحبتاش تماشا کرده در ذهنم آمد که این فرزند همون پدر است. بله. یعنی پدرش آنقدر با یک آتش، با یک جوش و خروش صحبت میکرد که حتی وقتی که او صحبت میکرد یعنی استاد محمد الهی صحبت میکردن مقامات از همون سخنش لرزه میدارم. این واقعیت است. حالا میبینم که حالا فیروز سخن کردی استاد، من در ذهنم گفتم که گویا که من حیات را دیده ایستاده باشم، یعنی محمد علی حیات را دیده ایستاده باشم، یعنی تسلیم شوی نیست. میفهمید مقصدی من همین است که انسان ناامید نیست، تسلیم نشده است. انسان در تلاش است، در خروش است، در جوش است، نمیخواد در پیش یک ظلم سر خم کند. بگه گویا که بگذار خیلی که کینه‌های جنگی 40-45 میدیدیم قفس سینه‌ش میکشد میگه پران اندکی من راست میستم و پران همین، یعنی که همین خیلی گویا که بزن زن یا چیکار کنی کن، لیکن من تسلیم نمیشم. حالا فیروز هم همین خیلی میکند که یعنی من تا یعنی که فیروز گفتنی هست که من تا حقیقت میرسم، من پدرم رو مییابم، من فرزند همون پدر اگرچه شما پدرم رو زندان کرده لیکن من هستم، با من سخن میکنم. اینها محمد علی حیات در اویلشون شاید خودشون یک شخص سیاسی بودن. فرزندان تحصیل میکردند. مثلا فرزند کلونیشون با هم دوست هستیم، صحبت میکنیم، تماما یگان فکری اندیشه سیاسی نداشت. فرزند کلونیشون یگان فکری اندیشه سیاسی نداشت. او رو هم اینها سیاسی کردند. فیروز رو همسرشون رو هم سیاسی کردند. یعنی یک نفر رو بردن در زندان، اینها رو جان سرک کرده است، دل لرزه کرده است، تن بدنشون از وجودش حتی در داخل زندان باشد هم لرزیده ایستاده است. همین نشان ندادن های همین خیلی بله چیز نکردن ها، این همش از ترس است، از وهم است. حکومت یک نفری که در داخل زندان در پشت پنجره زندان است از اون میترسد، میهراسد. این نشون ندادن ها اونقدر حکومت رحمان اونقدر ضعیف و ناتوان است که شهر را پس پنجره برده است، حال هم میترسد که نشان دهد، میترسد که با اولش واخوری گذراند. اونقدر ضعیف و ناتوان، اونقدر چی میگوید نوجوان مرد هستند که ترس آنها را، وجود آنها را ترس فرا گرفته است. این حالا چقدر گپ زنیم، گپ بسیار است. خیلی ان شاء الله که با من اینجا میبینم و استاد ما اکای شمس‌الدین هم وارد شدن و جایی که بزرگوار هست ما خاموش نیستیم.
استاد شمس‌الدین سعید خوش آمدید به برنامه. میکروفونتان خاموش است، خواهش میکنم میکروفونتان رو فعال کنید. یوتیوبتان رو خاموش کنید لطفا. استاد شمس‌الدین یوتیوبتان رو خاموش کنید لطفا. یوتیوب من فکرم از تلویزیون ما رو تماشا دارید، تلویزیون رو خاموش کنید. حاضر من اولین مرتبه وارد باشید. خیلی خرسند کردید. من فکرم از تلویزیون ما رو تماشا دارید. بله من اولین مرتبه وارد باشید. خیلی خرسند کردید. Schnelltasten für Barrierefreiheit 19 Elemente. Voice Guide aus. نمیدونم موضوع صدا یا چی شد. خیلی خوب شد. بهترین. استاد شمس‌الدین سعید، شما که با محمد علی حید، با استاد محمد علی حید سالیانی دراز پهلو به پهلوی هم در یک حرکت سیاسی فعالیت میکردید، ما میخواستیم از زبان نفری که بیشتر از همه شناسایی زیاد با محمد علی حید دارد، از زبان او درباره استاد محمد علی حید بیشتر بشنویم. به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت برادر نهایت گرامی شوکت محمد و تمام برادرانی که امروز در سنگر روشنگرایی، در سنگر فهماندهی برای نجات دادن ملت از یک بطلاق که در او گرفتار شده است خدمت میکنند، هم اظهار تشکر میگم، هم سلام و درود خود و خانواده را به شما و به بینندگان عزیزتان میرسانم. تشکر. محمد علی حید واقعا کیست؟ من در این مدتی که از برنامه شما آگاهی پیدا کردم و بعدا یک کمی به خاطرات خودم فرو رفتم و صحبت‌های فرزند عزیزشون، برادر عزیزم را گوش کردم و تلاش‌هایی که در مطبوعات می شود، یک کمی یادم به خاطرات رفت که در یکی از مصاحبه هاش میگه که وقتی که سال 92 من در تاجیکستان پنهان بودم و این برادران نهضتی آمدن و مرا بعد چند مدت زیاده از تقریبا 2 سال و در یک اتاق در اونجا پنهان بود و کسی او را پیدا کرده نتوانست. شاید این هم از همون تجربه و اون تخصصی که دارد به او دست داد. و وقتی که ما با کمیسیون آتش بس رفتیم، بله، از جمله کسانی که این گروه ما بود که ایشون را صحت و سلامت از داخل تاجیکستان بیرون برآوردند و یک رابطه از اون وقت پیدا شد. بعدن در وقتی که ایشون از طریق الماتا و مسکو به پاکستان و بعد به افغانستان آمده رسیدن و حتی به عهده نگرفتن که او به یکی از منطقه های امن برود یکی می تبابت کند و با اصرار از استاد نوری خدا رحمتشون کند طلب میکردن که من به فعالیت شروع کنم و اینها یک نمونه های از اون دل سپردگی برای خدمت کردن به اون به وطن، به ملت بود که در محمد علی این را میدید. اما با وجود این هر چقدر فکر میکنم و اون عمل کرده را که در مقابل او از طرف حکومت، از طرف این رژیم شد، گمان میکنم که باز هم ما دوستان محمد علی حید را آنچنان که این دشمنان بخردان شناختن ما نشناخته ایم. خاطراتم با اون طرف می رود که وقتی که در افغانستان آمد و بسیار از دوستان می دانند که در افغانستان من با خدا رحمتی احمد شاه مسعود بسیار رابطه های خیلی زیچ داشتیم. او پیش از آن که محمد علی بیاید و احمد شاه مسعود او را ببیند، شاید فقط یک صحبتی که ما داشتیم حدود 1 ساعت زیاد درباره محمد علی صحبت میکرد. البته گمان میکنم به اسم علی بیشتر خاطراتش یعنی احمد شاه مسعود استاد محمد علی حید را با اسم علی
نام میگیرید و صحبت میکرد. بیشتر با اسم علی میگفت. من گفتم که ما وقتی که عکس رو دیدم گفتم ولی ما این رو اکی محمد علی میگیم. و خودی امیر صاحب احمد شاه مسعود از کابل بلند شده رفتن تخار برای زیارت و صحبت کردن با محمد علی حید و اگر اشتباه نکنم حدود 3 ساعت تنها با ایشون صحبت کردن و از پیام هایم که بعداً چندین مراتبه به من خود احمد شاه مسعود میگفت که شمس‌الدین این علی باید از هر چیزی که اگر احتیاج داشته باشد حتما او خودش نمیگوید، من اون رو خوب آموختم ولی حتما خودت به من برسون، ولی از حداقل از طریق من تا اون قدری کم بودیم. بعد آمدیم به تاجیکستان و بعد از دوستانی احمد شاه مسعود هم آمدن با او ارتباط گرفتن، او هیچ خواهشی از اون نکرد. یعنی یک انسان بود که توقع به کمک یا به مال به یک هوس‌های دنیوی نداشت. با هر چی که داشت اکتفا میکرد. هر کسی که به منزل او رفت و آمد داشت واقعا هم میدیدی. من گمان میکنم یک از خصلت هایی که این رژیم نتوانست تحمل کند اون را با وجود یک کادر واقعا هم متخصص بودنش همین بود که این کس را نمیشد خرید، نمیشد فروخت، نمیشد با او معامله کرد و در مقابل این بود جوانمرد بود که با او بتوانی همکاری کنی. در مقابل محمد علی باید انسان بود که از خصلت‌های مثل جوانمردی، مثل عدالت خواهی، مثل حقگویی، حق شنوی باید داشته باشه که بعد بتوانی با محمد علی حید مناسبت کنی و با او کار کنی. و الا با محمد علی حید اگر بخوای که با خصلت‌های رذیلانه، با درویه بازی، با عوام فریبی، با خودنمایی، با این کار اگر بخوای که با محمد علی با اون نمیشد کار کرد. شاید نبودن چنین خصلت‌های مثبت انسانی در بدنه بسیاری از کارمندان حکومت که اون وقت میتونستن محمد علی حید رو همچون یک کادر استفاده ببرند و برای منفعت ملت و دولت نداشتن چنین شخصیت‌ها شاید این یک مانع بزرگی بود که برای این که محمد علی حید در واردی سیستم شد و بتواند به ملت و وطن خدمت برساند. در اینجا خاطرم میاد که وقتی که استاد سید عبدالله نوری در کمیسیون رشد ملی با اصرار از او خواهش کرد که محمد علی اسنادت رو آماده کن، وقت خدمت کردن به ملت و وطن است. محمد علی دیگه گپ عجیب گفت استاد شما اگر دستور بدید من انجام میدم، ولی راستش در همین انسان‌هایی که تا این دم با من برخورد کرده ایستادن من جای خود رو در بین اونها نمیبینم. اینو یک انسان در سر قدرت هستن، من در پهلوی اینها نمیتونم کار کنم. ولی نمیتونم، چون گفت من تا الان برخورد نکردم کسی رو که من در چشم او در صحبت او احساس دردی ملت و وطنداری رو ببینم. البته اگر همون روزه که پیدا کردم من خودم شاید مراجعت کنم به شما، ولی استاد اصرار کردن و محمد علی اسنادش را آورد، حجت‌هایش را آورد. من باید بگم که او یک انسانی واقعا اگر امروز در ما دست به ارشیف او یا که دست در منزل او باشیم بعد میبینیم که چقدر انسانی با ترتیب با نظم است. کسانی که با او کار کردن در نهضت این را خوب میداند. حتی در زندگی شخصیش. خب همین جوانمرد که الان برآمد صحبت کرد، صحبت همین عمل کرد، همین یک جوانی که همسالا اینها در کجای در اینستاگرام و در تیک تاک در مشغول چه کارهای هستند و این یک از میوه های او ببینید در خدمت در کجا هست و چه کارهای انجام میدن. این نشان دهنده همون محمد علی است و و حکومت رد کرد این رو. حکومت رد کرد و گفتن که این را ما با کار گرفته نمیتونیم و من میگویم که دلیل اساسیش این بود که بله یک انسانی که خودش جوانمرد نباشد با یک جوانمرد همکاری کردن خیلی مشکلی دارد. برای همین هم محمد علی را قبول نکردند. اما محمد علی حید در زندگی خانوادگیش دیگه میگن که همین فرزندش دیگه به ما نشان میدهد که
کیست، همچون که برادر عزیزمان قبل از من اشاره کردن دیگه نشانده اون است. من میخوام یک از خصلت های دیگر او را بگم که محمد علی حید غرور داشت، افتخار ملی، افتخار دینی، افتخار وطنداری داشت، اما او درویه نبود. بله. با وجود همه این صفات‌های نیکش کبر نداشت. خیلی کم است، خیلی کم است امروز انسان را پیدا کنی که یک علم داشته باشد، یک مقام داشته باشد و او در نزد یک کسی از خود پستر کبر نکند. خیلی کم است متاسفانه اینا. اما این خصلتی که همین کبر در او پیدا نمیشد، نبود. و با وجود که از من بزرگتر بود، با وجود که شاید نه تنها به محمد علی، من شخصی هستم کمترین خدمت فایده هم به برادران رسیده است، ولی من بعد چندین سال، من سال 2010 مجبور به هجرت شدم. بعد چندین سال در هجرت من باز یکی از پسرهایم را در هجرت خانه عائله دار کردم. شما باور کنید صبح بعدی نماز بامداد همسرم گفت که اگر تاجیکستان میشدیم حاضر در رو اکای محمد علی میزد که بخیزید که آمادگی را ببینید. در تمام مراسم هایی که من گذراندم، چی در نزد، چی افطار بود، چی، اما اکای محمد علی با وجودی که از من بزرگتر است، از هر جهت از من بالاتر است، ولی یکی از اولین کسایی بود که در رو میگفت و در آمادگی برای معرکه، گذراندن معرکه چوربینی ها. و عجیبش این بود اونقدر حافظه قوی داشت که میگفت که این برای چند وقتی که از آشپز پرسید که برای چند کیلو، برای چند نفر آماده کردید، وقتی یه تعداد گفت که نه، شمزین وقتی که معرکه میکنن مطمئنا مردم زیادتر میاین، باید که یک دیگر بماند. اگر اکای معلم که اون وقت در نهضت هم مسئولیت داشتن، اگر ما رو بشنون میتونن تایید کنن که روزی که ما افطار داشتیم اکای معلم مرا صدا کرد، گفت که اکای محمد علی میگه که باز یک دیگه اکای معلم جمعه ها. بله، اکای معلم جمعه که در دفتر نهضت بودند، خدمتش به همه مخصوصا در ماه رمضان به هزاران نفر روزه‌داران رسیده است و این ریش سفید نورانی امروز هم در خدمت هستند. این که از من گفت که اکای محمد علی میگه که ما باید مثل همه روزه نکنیم، باید یک دیگر بمونید. همین در وقت ما صحبت میکردیم اکای محمد علی اومد گفت که شمزین نپرسید، این معرکه یار من میدونم. واقعا این انسان اولین شده می آمد. من 5 معرکه در تاجیکستان گذراندم بعد از هجرت. اولین شده می آمد و اگر در این مابین جای هم می رفت، اخیر می آمد همه را جمع گیر می کرد، بعد آخران می رفت. این از اون نشانه اون بود که یک انسانی که کار و باری زیاد داشت، واقعا به کار و باری زیاد داشت، توجهی زیاد به او بود، ولی این خصلتی انسانی که او داشت متاسفانه خیلی ها ندارن. در اداره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اداره مرکزی هم میگویند که معاون رئیس حزب استاد محمد علی حید به جای کار از همه پیش آماده می‌درآیند و از همه آخر همه جا را تفتیش میکنند، بعد در آماده میروند. بله، حتی یه چیزی که مسئولیتش نبود ولی میرفت میدید، درها رو میدید یا که اتاقها رو میدید، یا اگر یک حتی یک چراغ روشن رو میدید او اگر امکان داشت اون رو خاموش میکرد. و یک از واقعا یک زینت همون معرکه ها و همون اداره های ما بود، با همه اون سختگیری هاش، با همه اون جدیتی در کارش. و وقت سال 2012 که ما مسئولیت شتاب انتخاباتی رو با برادر نهایت عزیز و گرامی همون واحد خان داشتیم در اونجا و از روی مسئولیت اکثریت شبها ما در نهضت بودیم. این محمد علی که با وجود همه فعالیت ها در حوزه خود حتما شب می آمد و میدید که خیلی جوان ها وقت بسیار کمک میکردن ما رو و من جوگه خوبم در همون اتاق خودم بود و در همون جا می آمد، حتما میدید که در دستش یه چی هست و این را آچم روی کرده است. این
یک از چیزایی بود که نه همه میتون ما فرزندای خودم خانواده خودمون نزدیک بدن به منزلمون، ولی یک چیز طبیعی قبول میکردن، ولی بودن ما برای او یک ارزش بود، یک و اومدنش سر زدنش یک و از منزلشون با چیز آوردن که اونجا هیچ کمبودی نبود، بازم این نشانه همون مهر و محبت و انسانیت بلند او بود. یکی از مشکلات های محمد علی حید همین بود که انسانیت و جوانمردی و عدالت خواهی و حق گویش از معیار امروزه که در مردم تاجیکستان عادت شده است بالاتر بود. این واقعا هم مشکل است که انسان در این حالت ها قرار بگیرد. ولی امروز وقتی که من میبینم آنچه که درباره او مینویسن، آنچه که از او میگویند و میبینم در مقابل این عملکرد رژیم را، و واقعا هم باز هم میگم شاید اینکه اونها اینقدر ظلم را بالای این جوانمرد روا دیده ایستادن، از یک طرف نشانه شخصیت خودی اونهاست، از طرف دیگر اونها شاید خوبتر درک کردن که این انسان اگر آزاد باشد، این انسان اگر دست به کار شود میتواند خیلی خوابالودها را بیدار کند و خیالهای پوچ آنها را ببرد. واقعا در حالتی که کشور به یک بطلاق اخلاقی و انسانی و همه کمبودی مشکلات ها گرفتار است، شخصیت های مثل محمد علی حید که چشم توقع نه به کیسه کسی و نه به همون بانک ها و ذخیره های کشور دارن ولی میخوان خدمت کنند، خیلی هم این احتیاجات حس کرده میشود، دیده میشود و خدا کند که انشالله هرچی زودتر که محمد علی صحت و سلامت ببرند و حتما من گمان میکنم که یک میسیه، یک رولی را که این همچون یک شهروندی با آب روی این کشور باید وظیفه خودشون ادا کنند. از محمد علی حید اگر بگویم شخصا خودی من که خیلی الان یک احساس گرفتار شدم با اون خاطراتی که دارم، من میگم این انسانی است که اگر این انسان کار میکرد، اگر واقعا هم یک برنامه میداشت، اون ناترسیده میگفت من این کار رو کردم، هر چه دستم میگوید این محمد این انسان درویه، انسانی ترسانچک نبود. چند خصلتی که در اون نبود همین هاست. یکی است که ترسانچک نبود و گپ حق رو میگفت، کمبودی اگر مثلا ترسانچک نبود و نیست و حالا هم این نشان دهنده همون است که اینها یک ببینید وقتی که من یک وقت در روزنامه به فکر نزویسم گازت روسیه یک عکس رو دیده بودم که شیر در بند گرفتار است و شغال ها میان اطرافش دور میگردن و گاهی بعضی هاش میاد یک ضرب میزنه و باز هم از بدنی بسته این شیر در حراسند و میگریزند. محمد علی شیرمرد و جوانمرد این ملت است، همچنانه که همسرش و فرزندانش واقعا افتخارات این ملت هم. شما باور کنید آنچه که امروز وقتی ما با برادران همزبان‌های دیگر ملت‌ها، شما می‌دونید من در اروپا زندگی میکنم و بعضی دیگر قوم‌ها وقتی صحبت میکنیم از عملکرد این خانواده، وقتی ما صحبت میکنیم واقعا به حیرت میافتند. اگر چندی مردمی مقیم اینجا نمیفهمن که برای چی باید این انسان پس پنجره باشد. برای اینها بدترین کار کروپسی است، برای بدترین کار حق مردم خوری است، فریب است، دروغ است. وقتی که انسان باورش نمیاد که یک رژیم چنین خصلت ها را دارد که نمیتواند چنین جوانمرد ها را تحمل کند. ببخشید از صحبت طولانی. خب استاد، حالا از روی تاریخ شما در روبرویمون هستید و با برنامه حضور یافتن شما به ما خیلی یک نعمت بزرگ است و من حالا از استاد محمد علی حید سوال کردم و خواستم شما درباره استاد محمد علی حید صحبت کنید تا یک کمی از همنشین‌هایش شون تماشابینان ما بفهمند که واقعا استاد محمد علی حید کیست. اما من اینجا از فرصت استفاده برده میخواهم تماشابینان من باز هم بدانند که شمس‌الدین سعید کی است. حالا در تاریخ میخونیم که
یکی از نفرانی که در اتحاد شوروی جوانترین نفری که به خاطر دفاع از دین، دفاع از ملت، به خاطر استقلال خواهی روانه زندان شد، این شمس الدین سعید بود که در رو برای ما ایستاده اند. کوتاه مختصر در همین باره گپ میزدید، یعنی یکی از خود درک دادن های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. من اگر خطا نکنم شما با استاد سید عبدالله نوری هم در روسیه در زندان همراه بودید. تقریبا من از سنی 15 سالگی به یک گروه افتیدم که حس میکردم که حلقه درسی فرق میکند از صحبت از حلقه دیگر درس، چون از خردسالی با بزرگان خوب در منطقه خودمون آشنایی داشتم، ولی تصادفاً به یک حلقه درسی افتیدیم که یک فرقیت‌های داشت، اما کسی آشکار چیزی نمیگفت و آهسته آهسته معلوم شد که ما در نزدیک هستیم و وارد حلقه های درسی برادران نهضتی هستیم که جوانان چند بود؟ این من سالی اولین مراتبه این احساس رو که کردم سالی 1980 بود، وقتی که من صنف 8 رو تمام کردم و در منزل یکی از ایشانهای معروف منطقه قرآن تپه بودم و در اونجا صحبت این حضرت ایشان رو با دیگران شنیدم در باره کدام ملا عبدالله و این دیگه من رو ذهن ما به این وادار کرده بود که پیدا کنم این کس رو. ولی قسمت این بود که وقتی که استاد سید عبدالله نوری را سال 1986 خیلی هم بی‌شرمانه وزارت امنیت کشور از راه در مسیر فعالیتش دزدیدند و بعد از 2 ساعت مردم به تظاهرات برآمدند و دست یعنی در سال 1986 در عین اوج اقتدار حکومت کمونیستی. بله اصلا تظاهراتی که در مقابل بنای حزب کمونیست ولایت ختلان صورت گرفت، این اولین تظاهرات بود در نوع خود به سابقه که برای دفاع از یک روحانی در رژیمی که شعارش دین افیون است و دین ما این است که ما دین نداریم، یک شخص قد علم میکند که او با شعار دینی و با شعار استقلالیت خواهی و با شعار رد کردن همه اون شعارهای کمونیستی به میدان می آید. این سید عبدالله نوری بود و وقتی هم که او را دزدیدن تصمیم به این گرفتن که اون را بدزدن و بعد از 2 ساعت این مردم به جوش آمدن، اول در منزلشون، بعد آمدن در مقابل بنای حزب کمونیست. این اولین تظاهرات بود که برای دفاع از یک پیشوای غیر اندیشی به نظام کمونیستی بود و بعد از ما دومین تظاهرات هایی که شروع شد، همین البته که امروز از قزاقستان که حادثه میشد، بعد ماهای تقریبا نوامبر دکمبر بود که برای وقتی که خواستند از مسکو که رئیس حزب کمونیست اون وقت گمان میکنم دین محمد کنیف بود، او را میخواستند برکنار کنن و به جای او یک زاده روسیه رو بیارن، مردم تظاهرات کردن. اما و ما بعد از اینکه ما حکم شدیم و به سیبریا به درغه شدیم، اون وقتی که محکوم به زندان شدید جرمتون چی بود و چند ساله بودید؟ من همون وقت 22 ساله بودم و خوب چند تا از این ماده های جنایی به بالای مزد، یکی از آنها نارضایتی از نظامی موجوده و دعوت کردن به همین برکناری برکناری نظامی موجوده و فعالیت کردن ضد حکومت. همون تقریبا باید بگم که همین مواد حالا هم به گردن من از طرف این رژیم هم دست پرورده های همون کمونیست های سابق بازم بالای من این حکومت را جاری کردن و چند قبل 2 سال قبل گمان میکنم اینها در یک دادگاه غایبانه عکس من رو گذاشتن در اونجا و بازم با 15 سال حکم کردن. فعلا ما 15 سال حکم زندان هم در این 15 سال داریم. حالا
یک حالا ادای جزا کرده ایستادید شما. خوشبختانه خداوند ما رو از چنگ اونها خلاص کرد و باید بگم که و دیدار اولین ما هم با استاد سید عبدالله نوری، این افتخار ملت، این مفخره ملت، این واقعا مردی وطن دوست، ملت دوست، در زندان قرغان تپه توسط پاسبان‌های همونجا صورت گرفت که اونها شب آوردن ما رو با هم کردن و چند دقیقه با هم صحبت کردیم و آشنا شدیم و در اینجا هم سزد از اونهایی که در زمان شوروی در زندانهایی که من برخورد کردم، من باید بگم که آنچه که این وحشانیتی را که امروز از مسئولین زندانبانها، از کارمندان اونها میشنیم، در زمان شوروی شخصا من که با وجود یک تاجیک از اینجا ما رو بدرقه کردن به سیبریا و من 11 زندانها را اثر گذراندم و استاد سید عبدالله نوری 14 زندانها را اثر گذرانید. ما این ظلم و بدبختی که الان است من ندیده بودم. برعکس ما رو دستگیری میکردن، احترام میکردن، نه تنها از گروه زندانیان بلکه خیلی از پلیس ها این خدمت رو برای ما میکردن و دستگیریمون میکردن و اون چی که این وحشانیتی که امروز میشنویم برای من واقعا یک چیزی بیگانه است که این این وحشانیتی که امروز در زندان‌های تاجیکستان هست در زندان سیبیری حکومت کمونیستی اتحاد شوروی نبود. نه نبود. خودی بنده رو در اونجا برای که در اونجا یک باره از جانب حکومت تاجیکستان باز هم همون وقت از KGB اون وقت نماینده رفته بود و در اونجا برای اینکه حکم زندانی ما رو تغییر بدین و با 15 سال برسونند در اونجا 2 مرتبه دادگاه صورت گرفت و کسی هم که از من دفاع کرده است رئیس شعبه عدل مخصوص یعنی KGB زندان او بلند شده است و این تاجیک رو دشنام بود که شما چیکار میکنید؟ اینا با کدام گناه میخواهید که اینو به این هم 3 سال حکم دادید، باز میخواهید که با حکمش با 15 سال برید و اونها دفاع کردن از ما و گپی تاجیک ها رو نگیرن. اینجا حادثه دیگر هم صورت گرفت که این قصهش به جای خودش و اونها با ما دفاع کردن و نذاشتن که من رو حکم از این بیشتر بدیم. تشکر. والا ببینید یعنی یک نفری که در زمان اتحاد شوروی در عین اوج قدرت اتحاد شوروی به زندان محکوم شده است و در چند سال شما 11 زندان رو دیدید و 11 زندان شما رو انتقال دادن؟ در مدت چند سال این حادثه شد؟ در مدت البته در مدت 1.5 سال. این بدترین حالت است که وقتی یک زندان در مدت 1.5 سال از این زندان به وی زندان، از اون زندان به وی زندان میگذراندن. به خاطر چی این طور میکردن؟ یکی از پاسبان‌ها که از مردم چچنی تبار بود، نامش هم عبدالله بود، وقتی که پرونده ما رو انتقال میداد از گمان میکنم از زندانی برناول به نوسیبیرسک بود، در همون حالتا بعد گفت که شما دید که من در اون داخل اونجا نماز خوندم و گفت شما مسلمانه؟ گفتم بله. بگو من پرونده تون نخوندم و آشنایی پیدا کرد. بعد گفت که در اینجا حکم چنین است که خارج بدرقه از آسیای میانه و اخراج از آسیای میانه و بدرقه کردن در یکی از همون منطقه که بعدا من را آخرین حکم زندان من در اونجا ادا کردم 1.5 سال، این شهر اسینه ولایت تومسک بود در سیبریا و دیگر برادرانم را هم این در اطراف در اون سیبریا در اون اطراف ها بودند و استاد سید عبدالله نوری در دلنی وستاخی که میگفتن معروف در اونجا بودند و ما رو پراکنده کردن، چون در پرونده ما نوشته بود که وجود اینها در آسیای میانه خطرناک است. برای از همین جهت ما رو از این اخراج کردن و یکی از یک زندان به یک زندانی دیگر گذراندن و از نوع اون تفتیشات های داخلی و بازپرسا. این یک مشکلات خیلی زیاد است. شاید برای اون بود که بالای انسان فشار بیارند، ولی با کمک مخصوصا زندانیان داخلی اون زندان ها که کمک خوبه برای ما سیاسیان میکردن، چون برای اونها شخصانی که زیدی این رژیمی کمونیستی آزاد حرف میزدن یا ناراضی بودن بلند شدن برای اونها قهرمان بودن.
اینا باور میکنند که اینا در وقت طعام خوری در داخل واگن ها که طعام کم میدادن، اول من رو میشنوندن، غذا میدادن، من که سیر میکردم، بعد میگفتن که بعد خودشون میخورن. یک قانون هایی که در داخل است. اما امروز وقتی میبینی که یک زندانی میآید و بالای محمد علی حید فشار میارد یا میرود مقسوم عبدالستار از پس کارد میزند، اینها بیشتر همونهایی هستند که بسیار به یک نامی خیلی هم قبیح دارند و اونها اصلا اهل جامعه، یعنی رد شده از همون جامعیت و جامعه داخلی زندان هستند و اونها دیگه هرچی که همون مردم مقامدار به اونها بگن اون را انجام میگن، ولی در بین خود زندانی ها هیچ آبرو اعتبار ندارند. زنده باشید. تشکر زیاد به شما. تشکر که وقت پرقیمتی خود را دریغ نداشته در برنامه ما شرکت کردید. من تشکر میکنم و یک دقیقه وقت شما رو میگیرم. میخوام یک مراجعه کنم به مادران و خواهرانی که به هر نوع فرزندانشون امروز در صف نیروهای نظامی در ساختارهای قدرتی کار میکنن، یک خطاب به اونها داشته باشم که مادران و خواهران عزیز، امروز که فرزند شما، شوهر شما، برادر شما با هر راه در این مقام ها قرار دارند و می توانند یک نفر را از دیدار با همسرش، با فرزندش، با خانوادهش جدا کنند، می توانند به مثل بدخشان بروند و یک انسان را از در یک مادر را غمزده کنند، زن و فرزندی را یتیم بکنند، مطمئن باشه که آهی آنها، دعای آنها گرفتار شما، خانواده شما هم خواهد شد. پس باید که پیش از این حادثه علاج رو بجوید و با فرزندان خود تأکید کنید که دست از این وحشانیت بردارن، چون این رژیم ها میآیند و میروند. فردا اگر یک حادثه هم شود، اونها مثل که در قزاقستان دیدیم، یک انسان به نام پیشوای ملت بود، فرار کردند، همش رفتن و این مردم بیچاره مون. دیگر اون وقت این فرزندهای شما که امروز دست به این ناعدالتی و به این ظلم ها میزنند، اون وقت در برابر مردم قرار میگیرن، اون وقت دیگه جواب گفتن نمیتونن. پس خوب است که از حالا شما با این فرزند و برادراتون تأکید کنید که کاری نکنند که غمی رو به خانواده بیارن که بعداً درگیر پابند خود این مصیبت ها شوند. از شما و تمام برادران و خواهران عزیزی که در این برنامه هستند و هر کسی که برای روشنسازی واقعیت های امروزی تاجیکستان خدمت میکند تشکر میگم و منم از شما و از همه برادران همکارتان و عذر میخواهم که وقت زیادی شما را با این حرفای پراکنده سرمون با آسمان رسید. نگهبانتان باشد. تشکر به شما استاد. زنده باشید. حالا من برای چی از ایشان پرسیدم که درباره زندان شدنشان در زمان اتحاد شوروی گپ زنند. ببینید، اتحاد شوروی آشکارا ضد دین بود. دین افیون خلق است میگفت. دین افیونی یعنی دین بافته مردم است میگفت. به دین یگان ذره باور نداشت و کوشش میکرد در این مسجدها بسته باشند، مسجدها کاهدان یعنی عاقل باشند، انبار مگزین مغازه ها باشند و ها های دیگر. اما ببینید که تا حد وحشانیت امروزه رژیم امام علی الرحمن در اون زمان وحشانیت نبود. گفتن این شخص به آسیای میانه خطر دارد، اینها میخوان پریورات کنند و ها های دیگر. با همین جرم 3 سال زندان کردند. حاضر با یک لایک 9 سال زندان میکنند. با یک لایک 9 سال زندان میکنند. خیریت که حالا بسیار شبکه های اجتماعی هم این همه رو به اینابت میگرفتگی شدن. مثلا گریم در تلگرام کی ها لایک موندن هیچ کس نمیدوند، کی ها به کانال های تلگرام آبونه هستن هیچ کس نمیدوند. از همین فرصت استفاده برده میگم به کانال تلگرامی ما آبونه شوید. تلگرامی ما رادیو پیام است، هم به فارسی هم به خط کریلی نوشته شده است.
به کانال تلگرامی ما آبونه شوید. هیچ کس آبونه شدن شما رو پای نمیبرد، یگان کس نمیفهمد. هر روز ما ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه خبرهای روز رو میمونیم، خبرهای رادیویی ما رو میمونیم و خبرهایی که در سایت پیام نشر میکنیم، مطلب هایی که نشر میکنیم میمونیم. هیچ کس با خبر نمیشود. و در یوتیوب هم همین طور است. کسی که لایک میموند هیچ کس نمیفهمد، کسی که آبونه شده است هیچ کس نمیفهمد. یگان کس پیدا کرده نمیتوند. دیگه صاحبان شبکه اجتماعی هم پای بردن که دیکتاتورها کاربرانشان رو شکار دارن، دیگه پیش روی آنها رو گرفتند. حالا به یوتیوب کی آبونه است یگان حکومت پای نمیبرد، در یوتیوب کی لایک مونده است هیچ کس پای برده نمیتواند، یگان کس فهمیده نمیتواند. در تلگرام هم همین خیلی است و شبکه‌های اجتماعی که میخواهند با مردم باشند، به مردم کفالت بدهند که دیگه آنها را گفتگوی آنها را، صحبت آنها را، لایک های آنها را دیگر کسی نمیبیند، بیشتر بالای این کار کرده شدند. و ببینید در زمان اتحاد شوروی مناسبت این طور بود و حالا وحشیگری به درجه رسیده است که میتونی یک انسان را عمرباد زندانش کنی، با به این کفایت نکرده، به این قناعت نکرده، باز او را چیکار کنی؟ در داخل زندان باز جزاهای علاوگی بدهی، جزاهای گوشناشنید بدهی، او را چنان جزا بدهی که دودش به فلک برآید، دادش به آسمان، دادش به فلک برآید. این خیلی وحشیگری است. حالا نفرانی که در اینجا به ما پیوست شدگی هستند آنها را بپیوندید. اگر برادر سلمان سلطانزاده شما صحبتتان کامل نشده بود و نوبت را به استاد شمس‌الدین سعید داده بودید، اگر گپتان حالا همینجا باشید، میخواهم گپتان را ادامه بدهید و دیگرانی که پیوست شده ایستادید انشالله نوبت میدهیم. و کسانی که از وایبر میخواهید بزنید، زنگ بزنید. و یک خواهش من همین است که تقریبا 2,000 نفر ما را تماشا میکنند. تگمه لایک رو اولاد بدهم، یگان کس تگمه لایک شما رو نمیبیند، اما فایدهش به ما این است که دیگر دوستان نیست با خبر میشوند و این نوار ما به تاپ میبراید و نفران زیاد از این برنامه ما آگاه میشوند. همین قدر خدمت بکنید، خواهش میکنم. برادر سلمان سلطانزاده، حالا شما هم یک مسئولی حزبی بودید در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، من هم یک مسئولی حزبی بودم در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. ببینید من خودم وقتی که سالهای 2000 کدوم یک از انتخابات ها بود، کدوم از یک انتخابات ها بود، بار اول محمد علی حید را در ناحیه 8 دیدم برای سرپرستی گذرانیدن کدوم یک از انتخابات های به فکرم پارلمانی بود، یاد ندارم یا پرزیدنتی بود، رفته بودن. من همگی در اونجا یک مرتبه سلام علیک کرده بودم. اونجا یگان مسئولیت نداشتم، یگان هیچ چی نداشتم. همین محمد علی حید اومد گفتن رفتیم وخوری کردیم. ببینید بعد از چند قریب بعد از 7-8 سالش، بعد از 7-8 سالش میروم دوشنبه با دو سه مسئولین، میروم دوشنبه میبیان همراه به نام سلام علیک میکنن با من شوکت جان خوب هستید سلام علیک میکنن. نام من در یادشان موندن، همونی که از در ناحیه 8 سلام علیک کرده بودیم، بچی خاطر رفته بودم، همه رو در یاد دارن، من در یاد ندارم. ببینید همه رو در یاد، اینقدر حافظه خوب داشتن، اینقدر حافظه خوب. و تا همین آخرین وقت همین تلفن اسمارت فون نداشتن، پیاده میگشتن با همین یک تلفن کیرپیچ میگفتیم، همین تلفن کیرپیچ داشتن. چند بار میگفتیم که استاد همین تلفن کیرپیچ عوض میکرد، یک اسمارت فون میگفتید، میگفتن حالا با ما به این رفته نرسیدیم. یعنی چنان خاکساری را پیشه میکردن، بر روزش پیاده میگشتن. یک نفری بودن که تمام در یادی مال دنیا عموما هیچ یک نقشه نداشتن. مال جمع کنم، دنیا جمع کنم، پول جمع کنم، یگان نقشه نداشتن. همین نفرها با انگشت در تاجیکستان شمرده میشود. حالا با زندان کرده، من از شما فکر شما رو پرسیدم که با زندان کردن محمد علی حید و اینقدر از جامعه دور نگاه داشتن، حتی به پیوندانش نشان ندادن محمد علی حید، حکومت
چی گفتن میخواهد، چی نشان دادن میخواهد و عموما هم عمومی کرده گوییم خواست حکومت است به این گونه مناسبت ها با یک زندانی که به 7 قبض برده زندان کرده است، حتی به نفرانی که در داخل همون زندان هستند نشان نمیدهد. این چی گفتنی گپ است؟ چی گفتن میخواهد حکومت با این مناسبتش با یک زندانی؟ سلمان در پایان هستند. اینجا صدا هم هست؟ هر صدایتان. صدا هم بخشش یک زنگ تلفنی شد با از استودیو بیرون شدم معذرت. ما با استاد حیات اگر خدا دروغگو نکنه 3 یا 4 بار واخوردگی هستم. یکی از خصلت‌هایی که در استاد محمد علی حیات دیدم این خاکساری است. در وقتی که اولای میدیدم من نمیگفتم که آدم این همه حیاتی است که دربارش میشنیدیم. خیلی خاکسار بودن. خیلی مثلا در استرابشان واخوردیم، در ظفرآباد واخوردیم، در خوجند واخوردیم. در ظفرآباد در مهمانی یک برادر دیگر ما بودن. وقتی که از نزدیک دیدم واقعا یک انسان خاکسار صمیمی اما بسیار دانا و زیرک هم بودن. یعنی که وقتی که در همین انسان رو نگاه میکردم میگفتن که همین چی در درد داری، همین مثال گپ در گپ زن که چی گفتنی هستی من چی کنم. یعنی که یعنی که چی میگوید یک انسان واقعا بیدار بودن. معذرت اینجا اومد دیگر دست نیست. حالا یک قصه از استاد به یادم میاد. بعضی از همین دوستانی چی دعوا کرده میروند که به نزد استاد محمد علی حیات چندی از همین مسئولین حزب نهضت شیعه است. بعد محمد علی حیات میگن با چه دلیل ثابت میکنی؟ میگه فلانی مسئولی حزبی در ایران خوندگی است. سوری محمد علی حیات میگن که برادر میگن من در لنینگراد خوندگی هستم، در سنت پترزبورگ. من خریستیان حاضر جوابی باید واقعا حاضر جوابی داشت. عجایب داشتن. در خونده شیعه شده باشد من در سنت پترزبورگ خوندگی من تو به خریستیان می در یک سفری کاری در یک ناحیه همیش ولایت سوخت رئیس همون بخش ناحیوی با استاد حیات شکایت میکند که همه بسیار اعضای ما هستن که درباره آیین‌نامه بسیار نه هستن اعضایی که درباره آیین‌نامه خوب مثال وای ندارن، یعنی از یاد نمیدونن آیین‌نامه حزبی این طرف میگه و میخوام همون را مثال از گروه از اعضای خارج کنیم چون که در جلسه درسی اشتراک نمیکند و هم وقت استاد حیات و اونجا بسیاری نفرها بودن از ریاست عالی و استاد حیات گفتن که تو خودت میدونی چی گفته استاد؟ این حقوق شهروندیش است که مثال اعضای این حزب میشود درایت اعضای حزب شامل میشود یا بیرون میشود و از حقوق شهروندیش است. اگر تو حاضر رو خودسرانه خارج کنی از بالای تو شکایت شد ما چاره میبینیم. یعنی که از همون حقوق اعضایان قطاری دفاع میکردن در نزد دیگر رئیسان که تو حق نداری با یک اعضایت مثال دغل گفتاری کنی یا چی میگه از ناپرسیده از حزب خارج کنی از حزب. یک مسئله دیگر اون سوال دیگرش ما که برای چه رژیم اینا پس پنجره برده حالا هم در ترس است. من بسیار وقت فکر میکنم که برای چی رژیم عیناً همین افراد رو برد پس پنجره. بسیار فکر واقعا بسیار فکر میکنم. من حالا مثال برگذشت من 6-7 سال حالا در همین شبکه‌های اجتماعی هم در جامعه تاجیکستان هم نگاه میکنیم که مردم با چی تفکر و ایدئولوژی بین خود بحث دارند. یعنی مانیتورینگ شبکه‌های اجتماعی وجود دارد و از نتیجه اون مانیتورینگ که مثال خودم هم تو یک کاربر این شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنم واقعا با اون گفتار و رفتاری که فرضاً طرفداران رژیم طرفداران رحمانوف میکنن من میگویم که اگر با همین در همین رسا فرضاً استاد محمد علی حیات یا واحد خان خورشیدی فرضاً سید عمر حسینی در بیرون می بودن با عیناً سخنان میگفتن که شما در اونجا نه جرأت سخن گفتن می داشتید نه جرأت مثال اونجا حضور داشتن.
مثال بله. یعنی همون نمایندگان حکومت را بعضی مثال عالمان میبرایند چاپلوسی میکنن یا وقتی که مثال مخالفین حرف میزنن این واقعیت است این رو باید گفت بسری مخالفای و فرضاً امروز بسری پیمان ملی مشت میزنن یا بسری دیگه بچم صبر جیم که با رفتارهای تنقیدی میزنن تنقیدی هم نه بهتانی گیم بهتان آمیز من خود به خود فکر میکنم حکومت در همین جا بسیار ماهرانه کار کرده است که همین سری یعنی مغز مخالفان رو برده زندان کرده چی از زید سعید بگیریم چی از عزت امام بگیریم چی از محمد علی حید بگیریم یعنی اینها افراد بودن که میتوانستن امروز پاسخگو به همه طلبات جامعه ما باشن بله درست از همین سبب فکر میکنم که همین انسان ها رو مخصوص رژیم برده از پس پنجره کرده است و از ترسی که باز از اینها یگان خبر دیگر نبراید اینها رو هم حالا در زندان باز گفتی خودتون بعد پس هفت قبط پنجره بیرونتر کرده است یعنی نمیخواهد رژیم که از اینها خبر براید برای مردم حالا هم مثال واقعا به شجاعت همسری استاد حید و شجاعت فرزندانشان باید تحسین و آفرین ها خواند که تسلیم نمیشوند یا چل که خواهر ما نیلوفر خواهر شورجانه یعنی پدران آنها هم زندانی سیاسی هستند لیکن آنها تسلیم نمیشوند بله این تسلیم نشدن آنها خودش برای ما یک الهام میدهد حالا همین حالت ساورنیسو جورایی و همسری استاد محمد علی حید در یک حالتی هستند که حکومت اون کس رو به یک حالت آورده است که هیچ بغیر از هجوم و بغیر از خود جسارت نشان دادن هم زن هستند لیکن از خود بجز مردانگی نشان دادن به عقب رو دیگر راه نیست هیچ چیزی از دست میدادگی دیگر ندارن یعنی باید یک زنکی که شاید نامشان رو نمیدونستیم شاید تماما نمیشناختیم امروز در رأس رسانه های جهانی قرار گرفته است نام یک همین مثال همین زن استاد حید یا که خواهر نیلوفر همسر رحمت الله رجب همین سه نفر زن خواهرای ما این پاسخ به آن افراد هست است که میگویند در جامعه تاجیک در جامعه مثال تاجیکستان زنها فعال نیستند در سیاست در طلب حقوق فعال نیست این سه نفر یعنی همون سیمای مبارزه هستن حالا اینها در داخل بودن مبارزه میبردن از دفاع از خودشان نه تنها از خودشان از عقیده خودشان از آزادی خودشان پلوس بالای این زبرزمین از حقوق پدری خود از حقوق زندانی سیاسی دفاع میکنن این رو باید اعتراف کرد و هر کسی گوید که در جامعه تاجیکستان زنان فعال نیستند انا همین سه نشانه است حالا با بسیار مثال ها حالا در خاطرم نامده شده است اینها هستند نشانه یعنی ثابت اثبات کننده هستند که مادر تاجیک زن تاجیک حالا فعال است در جوش است در خروش است در مبارزه در صف پیش مقاومت است در همین حالت من ببینید یک زن اینقدر از خودش مردانگی نشان میدهد یک زن اینقدر از خودش جسارت نشان میدهد و فداکاری نشان میدهد در همین حالت بعضی مردان رو میبینید که لرزیده در زیر برقا گشتند در زیر برقا گشتند و ببینید محمد علی حید از همه مهلت زیاد مهلتی که با مهلتش وجود ندارد تا مرگش یعنی حبس ابد گرفته است میتوانست او را بشکند و حالا چرا محمد علی حید اینقدر جزا بالای جزا در داخل اجرای جزا میگیرد برای آن که او را امروز شکنجه میکنند ظلم میکنند و فشار میآورند تا اینکه به گفته های حکومت راضی شود حکومت ده ها مراتب منصب وعده کرد ده ها مراتب آزادی وعده کرد
و این نفر به حبس ابد راضی است، اما راضی نیست که از خود بز نشان دهد. حالا راضی اینو ببینید ده یک نفری منافق، یک نفری فروشنده نشان دهد، درک دهد. اینو ببینید برادر شوکت، من حال تماشابینای شما، تماشابین همین مردم تاجیک، تماشابین پیام تیوی حالا تماشا کرده شدم، یک مثال میارم. همین واقعی که همین ماهای گذشته با برادر در بدخشان شده گذشته ساده است، یا برادر شهید گلبدین. بله. یعنی اون رو خیلی زدن، شکنجه کردن، کشتن، 7 تیر زدن. همین رو عکساش در اینترنت در زده گشته است. ما دیده شدیم. یعنی رژیم، یعنی همین سالدتای همین رژیم انسان در آزادی بوده رو همین خیل کردن. بله، در آزادی بودگی رو، در آزادی در خانهش بوده رو با همین خیل کردن، در پیش خیش و اقربای و در پیش جامعه شهروندی، در پیش مردم همین خیل کار کردن. الان شما تصور کنید که در دست آنها همین خیل انسان در زندان است. بله. در زندان، دشمنشان در زندان است، رقیبشان در زندان است که صدا برارد هیچ کس نمیشنود. او را با کدام ظلم و لطکوب و شکنجه و گرفتار میکنند. لیکن همون زندانی میتواند با یک گویی که چاپلوسی اگر کند فرزن گویما، یا با یک نامه بر رئیس جمهور گوید که من خطا کردم مرا میبخشید، او از این غربت و از این جنجال و از این لطکوب خلاص میشود. لیکن با عوض او نمیخواهد، همون زندانی سیاسی نمیخواهد که سری بلندشه، روی سفیدشه روی سیاه کند. تسلیم نمیشود به همین قدر ظلم و ضرب. و این خودش نشانی چی است؟ نشانی بزرگی آن انسان ها است. آنها با این متانت خود، با این شجاعت خود برای ما در بیرون بوده ها نشان داده ایستادن که ای مردم، ما را محکم کردن اما ما شکسته نمیشویم. شما دوام دید، راه را دوام دهید، با کلتک با شتت تسلیم نشوید. بله، تشکر زیاد سلمان. سلامت باشید برادر شوکت جان. ما یک دو کمتر جلسه دارم، معذرت، ما اجازت بدید میرویم. امیدوارم که باز در دیگر برنامه شما با میخوریم. در پناه خدا باشید. زنده باشید. محمود صادق. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت محمد. اولین سخنم این است که آزادی به تمام زندانیان سیاسی تاجیکستان، از رژیم همین رحمان فی ظالم که با ستم و شکنجه، دروغ و بهتان همه را در بسته ها محکم کردن، محبس کشیدن. دویم سخنم این که به همه پیوندان همین زندانیان صبر و طاقت، شجاعت و جسوری، این برای ما یک درس ادب هست. انا باز گفتنی هستم که من شخصا با محمد علی حیید شناس نیستم، لیکن یک سخنی زرین، یک سخنی طلایی و تا حاضر در گوشم است و من رو وادار کرد که من مبارزه رو با سخت‌تر کنم. این همین سخن است که ما فرزند اوگه این ملت نیستیم. باور کنید همین سخن همین محمد علی برابری نصرت الله مقسوم و شاه تیمور قهرمان ملت هستیم. رژیم حاضر برای چی میترسد؟ برای چی ظلم میکند؟ برای چی نمیماند که همین زندانی که حبس ابد در سرش شکنجه بیند، برای آنکه وی میدوند که این عبرت برای تمام مبارزان است. باور کنید این عبرت برای تمام مبارزان است و این حکومت حاضر ترسو است، نمیتواند همین مخالفان اصلی که محبس کردن شکنن، تهمت کنن که تا با همه ها همکاری کند و بعد باز هم حزب نهضت اسلام رو بدنام کنن. بله. این حرکت حکومت همین است. لیکن صد افسوس که تا همین درجه ما اومدیم رسیدیم. من میخواستم که همه ما با یک بازو باشیم، یک دست باشیم، این ظالم رو از سر دولت، از سر حکومت نیست کنیم. خطاب بر تمام همون شخصانی که
در همین هفت همچون هم خدمتچی کار میکنن. بگذار تاریخ نام شما رو از بدی ننویسه. باور کنید شما در تاریخ یا از طرف سیاه می باشید یا که از طرف سفید. من میخواستم که برای چنین مردمی که با دروغ و بهتان محکم شدن کمک کنید. کمک شما مالی نباشد، کمک شما سخنی باشد، کمک شما دردناک نباشد. به ظلم و ستم گپی خوش، معامله خوش کنید. برای که ما همین رو میخواهیم از شما که شما برای و برادران ما همچون انسان معامله کنید. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید برادر. زنده باشید برادر عزیز. تشکر. یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام و درودی بپایم با تمام مردم تاجیک. در مسئله آنه که از زندانیان سیاسی یک راه علاج هست. چی راه باشه؟ راهبریت گروه های اپوزیسیون باید سرجم آمده از تشکیلات بین المللی، خواه آن باشد خواه امنیستی، طلبات و درخواست نمایند که آزادی به آنها دهد. راه آزادی در آن است که از جهت اقتصادی، یعنی سانکسیون اقتصادی کردن ممکن است. یکم آن صورت حساب‌های خصوصی که اویله رحمان دارد آنها رو بندند. اگر در مدت 24 ساعت صورت حساب‌های خصوصی که در اروپا دارند، از معلوماتی که در کنت هست، زیاده از 12 میلیارد دلار آمریکایی است به یک اویله تخلص دارد. اگر همون صورت حساب‌هایی که در موناکو هستند، در لوکسمبورگ هستند و در یک بانک دیگر از خاطرم برآمد، شویتزاریا، همین سه صورت حساب‌ها رو محکم نماید از طرف ارگانیزاسیون اروپا، در مدت 24 ساعت تمام زندانیان سیاسی از محمد علی حید سرنامده تا عزت امان و دیگران کلا آزاد میشوند. راه حل تنها در همین است. تشکر. سلامت باشید برادر عزیز. امیدوارم کسانی که در این مسئله سر کار میگیرن این پیشنهاد شما رو به نظر میگیرن. حالا یک زنگ دیگر از واتساپ. Алло, я готова. الو. Алло, گوش میکنیم شما رو. سلام علیکم. سلام علیکم با تمام مردم پرفیض و پربرکت تاجیکستان در کجا که نباشند. و علیکم اولم السلام. دعا کنید که پاک و پروردگار اعظ و جل برادر ما محمد علی حید ساق و سلامت و زنده باشد. همه امروز یادی نیک میکند از این برادر. منم به شما یک چیز میخوام گفت زنم. این همین قدر سال 1987 سال بود وقتی که بسیار بچه های افسرها از تاجیکستان در افغانستان خدمت کردن و برگشتن. همراه ویا من این برادر بود، بعد بسیار برادرای دیگر بودن. ما همون وقت در دوشنبه یکم بار در حیات عمرمون همین بچه های میتینگ یا راهنمایی میکردن با پلاکت ها دیدیم. بسیار بسیار در حیرت بودیم. ده این چیز پس که در مبین شهر دوشنبه از همین پیش سویت مینیستر افسر کرده تا همین و گستین سی وخش تا اپرا بلیت قطعی همین پلاکت ها قطعی می بیان گفته. همراهشان آمده خیلی هم صحبت شدیم. فهمیدیم که اینها بچه ها از افغانستان آمدین. بسیار بچه های معلومات عالی دارن. رفته در اونجا این احوال افسرها و احوال مردم تاجیک دیدین و همه کارهای بچه خودشان دیدن. آمدین بعد همونجا
фаҳмидем ки инҳо ҳамин як растохез ташкил мекардиянд. Мана Мир Бобо, Мир Раҳимов буда вай. Баъд хай бисёр бачаҳои дигар буда. Баъд бовар кунед агар як инсони ҷавон буданд, хеле як инсони бо ақлу бо фаросату пешрафта буданд, як бисёр инсоне ки даҳҳо сол пеш ё ин хел ақлу фаросат доштанд барои пешравии худи мардуми Тоҷикистон, худи Тоҷикистон, забони тоҷикӣ, урфу одати тоҷико. мо дар ҳайрат будем. Хай мо медонистем ки ин Горбачёв перестройка гуфта объявлят караги аст. Ҳамин перестройка ба ҳамин кӯҳистони баланди тоҷикии мо Тоҷикистони мо омадагӣ. Баъд аз ин хай ин бисёр корҳо шуду, бисёр вақтҳо гузашту. Баъд чандин вақт ман сафар доштам Эрон, ба дар Эрон дидам бо ҳамроҳи худо раҳмати Отахон Латифӣ, мана ин бародар Тура Ҷонзода, баъд худи бо ҳамон Мир Бобо, Мир Раҳим, бисёр бачаҳо қади маслиҳат карда мешиштем. Инҳо бинед ки ягон душманӣ ба халқу ба миллату ягон душманӣ надоштанд. Инҳо як инсонҳое буданд ки равшанфикр, як фикри ақидаи бузурги дунявӣ доштанд. یعنی یک سر گردن بالا فهم و درک و روشناندهی داشتند. از برای همه خدا پروردگار کجا که باشند اولا ساق و سلامت زنده باشند، خدایا به ضرر نرسیده باشد به ویا و مجبور کردن در کار که بینید که در تاجیکستان یگان مقامات کار نمیکند، یگان دولت نیست، یگان سیاست نیست، همش بزن بگیر لاتوکویزاسیا، همش فروش، نرخ انسان با پول، همه چیزی که در اونجا کار میبرد این پول هست. برای همونم پروردگار این ظالمان رو تیزتر از سر حاکمیت دفع کند و یک انسانای بیان سر حاکمیت که غم مردم مخورن و مردم توانن تمام خوبی های دنیا بیارن که مردم نان و نمک خودش، محنت حلال و نان حلال خودش در وطن خودش یابد در پیش فرزنداش و خیش و تبارش و اقرباش باشد. Вот если вы сейчас разрешите, я несколько слов скажу. Вот смотрите, сейчас то, что делается в тюрьмах Таджикистана в отношении политических заключенных, в отношении всех заключенных, которые не совершали никаких преступлений, но не могли заплатить работникам правоохранительных органов и те, которые вели следствие, они незаконно сидят. Они тоже такие же узники, как политические узники. Поэтому сейчас многие думают, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что в Таджикистане за 30 лет правления этого фашистующей, этой, как вам сказать, просто слов нет, этой преступной, коррумпированной, мафиозной, государственной такой преступление больше, наверное, в мире нигде нету. За 30 лет его правления народ обнищал, народ в постоянном страхе, все тюрьмы заполнены, весь Таджикистан превращен в Торикистон, в темноту средневековья, без света сидят в таком холоде, в голоде. Интернет им отключает. Вот даже недавние события в Бадахшане. Убили не только Худо Рахмати Гульбудин Зёбекова, но и многих других людей. И все молчат, потому что нету законов, не существует закона. Вот в отношении того, что там нету интернета, люди не могут получить несчастные эти деньги, которые работают у них. В отношении к ГБАО немножечко я не хочу уходить от вашей темы. В отношении к ГБАО Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана субъект международного права. Поэтому дай бог, чтобы все памирцы слушали ваши передачи. И я их призываю, потому что большинство граждан Горно-Бадахшанской автономной области с высшим образованием знают многие языки мира, работают в России,
чтобы они требовали от первого лица государства России, чтобы их присоединили к новому союзному государству Белоруссия, Россия, и в этом они спасут себя. Их не будут уничтожать. Над ними дальше не будут вешать ярлык преступников, террористов, экстремистов и еще кого-то. Это благородные, это люди, которые должны жить у себя на родине. А их просто хотят уничтожить, оклеветать, и эти земли проданы давным-давно Китаю. Вот поэтому, если Китай очень сильная власть, такая же сильная власть Россия может сохранить наши таджикские земли. Пускай меня как хотят осуждать, пускай меня ругают, пускай меня какими-то словами называют. Это для меня безразлично. Кто как называется, кто как обзывается, так он и сам называется. Понимаете, для меня этой разницы нету. Но дать направление людям, гражданам Горного Бадахшана, уважаемые граждане Горного Бадахшана, я обращаюсь к вам. Вот вы находитесь в Москве, в России. Каждый час по 10, по 15 человек, не указывая свое фамилия, имя, отчество, район Габао, где вы родились, особенно вы женщины, там ваши родители, там ваши дети воспитываются, вы их годами не видите. Обратитесь к Путину, обратитесь в ОДКБ, обратитесь в Комитет национальной безопасности о том, что вы не преступники, вы требуете свои законы и права на жизнь. Право на жизнь дает Бог. А это право должны защищать все сотрудники правоохранительных органов Таджикистана. Но они, видите, кроме как сеять смерть, больше ничего не могут. Поэтому вот эти ваши права, так как вы являетесь субъектом международного права, могут защищать Россия в данное время. Вы меня не осуждаете, да и осуждать будете, для меня никакой разницы нет. Потому что мы сейчас должны с вами включить все мозги свои, поднять все правозащитные организации мира. Вы видите, что правозащитные организации мира перед диктаторством Эмомали Рахмона даже 0 значения не имеют. Как он хочет, так ворочит. Как его, как говорится, эти министра-людоеды хотят, так и убивают людей. И Комитет госбезопасности Таджикистана и МВД Таджикистана, первая их обязанность защитить каждого человека в Таджикистане и защитить всех граждан, которые находятся в Таджикистане. Но они наоборот действуют. Пугают, уничтожают, грабят, фальсифицируют документы, клевещат, просто зарабатывают деньги. Поэтому есть среди них честнейшие работники, офицеры, честнейшие рядовые люди. К ним надо обратиться. Обращаюсь я ко всем сотрудникам, которые работают в надзоре по тюрьмам у этого уважаемого Умарова. Вы через своих близких, родных, через уборщиц, через рядовых людей, пожалуйста, это вот чтобы на совести каждого из вас, таджикистанца, было. Узнайте, просто по-человечески узнайте, живой ли Махмад Али Хаид. Убили его, давно там его уничтожили. Вот это узнайте, нам этого достаточно. Он человек сильный духом. Бог его всегда спасет. Вот что я хотела сказать. Еще раз, извините, что я взяла ваше драгоценное время. Вот, вам всем здоровья вам, радости, счастья и всех благ. Будьте здоровы. استاد محمد سعید رضایی بفرمایید. استاد محمد سعید رضایی هستید؟ میکروفونتون خاموش است. و فکرم استاد گفتن که در جلسه هستم. بسیار زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوکت جان و
هموطنان عزیز، بینندگان محترم، درست قید کردید که حالا جلسه کمیته رفته ایستاده است. برادر سلیم جان هم رفتن اونجا، باز من اجازه گرفتم که دیگه مسئولیتمون است برای برادرمون استاد محمد علی حید در اینجا هم اشتراک بکنیم. قرض است دیگه بگردن ما. حالا دیگر چون که اونجا جلسه رفته ایستاده است، وقتی شما رو نگیرم، وقتی بیننده ها رو نگیرم. خب دیگر من از شما فقط استاد یک چیز پرسیدنی هستم. بفرمایید. با دیگران هم این سوال رو دارم، اما میخواستم که شما که نیم زیاد حتی بیشتری عمری خودتان را در همین راه صرف کرده اید و شاید بیشتر از همه با استاد محمد علی حید بودید. باز یک بار دیگر آزادی محمد علی حید و زندانیان سیاسی و دیگر استادان با دیگر عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کوشش‌های خود را کرده ایستادید. این یک طرفی مسئله هست. من از شما میخواهم بپرسم که چرا این رو از دیگران هم پرسیدم، چرا یک نفر را حکومت حبس ابد کرد، 7 قبط زندان برد مان، اما این هم برای حکومت کفایه نیست؟ چرا است؟ خب من هم گفتم با اصلی مسئله بگذارم و صحبت من هم خاص به همین طرفی قضیه برادر استاد محمد علی حید روانه بود. خب خوب شد که با حالا سوال مطرح شد درباره شخصیت استاد محمد علی حید یا که دیگر زندانیانی که از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند، برادرهایی که اونها خب هوادار و مخلص و خب کسانی شخصیت‌هایی که برای اصلاح جامعه گرفتار زندان شدن، من در سخن‌های پیشین گفته بودم و حالا تاکید میکنم که اونها واقعا هم یک مصلحانی هستند برای کشور ما، کسانی هستند که اونها قهرمان هستند برای پیشگیری فساد، برای پیشگیری غارت و خب برای اصلاح جامعه اونها بودن و انشاءالله که ما منتظر هستیم که اونها در وقت خودشون انشاءالله که این وظیفه را خوبتر و بهتر انجام بدن. اما حالا ما ببینیم همان گونه که اشاره کردیم که حبسی ابد هست، فرق ندارد خواه حبسی ابد است خواه که حبسی مهلت دار است، در هر کدام سطحی که باشد دیگر اداره ها یا اینکه خب کمیته هایی که مربوط به نگاه بینی محبوس ها هستند وظیفه دار هستند که از سلامتی محبوس ها، از سلامتی جسمیش و فکریش و خب تأمین خب دیگر یا شب و روزگذرانیش و همه اینها بر ذمه او هست، باید این چیز رعایت بشود. خب چطوری که برادرها اشاره کردن چند روز قبل و خودتون هم در مقدمه سخنتون گفتید برای بابای که روز پیشتر یکی از برادرهای ما، یکی از پدرهای کلانسال که زیاده از 70 سال 77 سال دارد خب که از دنیا گذشتن و حالا بله میرزا عمر، بابای میرزا عمر تا حالا یگان شرح و تفسیر در این باره اداره‌های مربوطه نکردن، نه به خانواده‌شون نه در یگان جای نکردن. خب اما حالا ما می‌بینیم که دیگر اینها جرأت کرده ایستادن که نه اینکه برای تأمین صحتی اونها یا اینکه گروی سلامتی اونها جای بود و باشی اونها همشو به گردن خودی همین بگیم که باقی مانده ها فرزنده و نزدیکای خودی محبوسینن که میبرن تأمین میکنن، چی از خلدل باشد، چی از درون خلدلکا را پر کردن باشد، چی از خواب رختی خواب باشد، چی از لباس و روغن و غذا و هر چی که باشد اینا را تامینن. با وجود این جرأت میکنن که با اینمی کارها را میکنن و گزارش هم نمیکنن، نمیگوین که چی شد. یعنی این واقعا در حدی بسیار نهایی از ظلم، استبداد و فساد است
که همه اینها جای خودشون گپ دارن. فساد به این معنا که در داخل اونجا چه چیزی که میگذرد مقامات بالا خبر ندارن. اما استاد محمد علی حید و شخصیت های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شخصیت های کلیدی هستن. اونها به استثنای این چیزایی که با هستن، با علاوه بر اینها هستن، چون که اونها هر کاری که برای اونها میشود با سپارش بالا میشود. این رو باید همه ما و شما این را بدونیم. و آنچه که حالا استاد محمد علی از خانواده محترمش دیگر مشغول این هستند، در گفتگو هستند، از سلامتی و آگاه میشوند، این برنامه‌ای است. و برنامه‌ای هم این است که امین حضور مخالفین در خارج است. از فرزنداش سر کرده، از شماهای عزیز، رسانه‌هایی که هستید و مسئله‌های داغی که کشور و اون سایر که مثلا در کشور به فساد رفته ایستاده است و به یک درجه خیلی هم خوب انجام داده ایستاده اید مسئولیت خود را، چی در بین مهاجرین کاریمون، چی در داخل خود کشور، با همه محدودیت هایی که خب تاجیکستان جاری کرده است، خب خبرها را، موضوع ها را، خب اون چیزهایی که لازم است رسانده می شود، اینها همون چیزهایی هستند که هر قدری که در اینجا پیشروی بشود برای مشغول داشتن فکری خب ما یا اینکه فکری جامعه با این کارها دست میزنن. مخصوصا حادثه‌ای که در قزاقستان شد، خب اگرچه به ظاهرا مهار شده است، و حادثه‌ای که بالای برادرهای ما در بدخشان انجام دادنی هستند که توسط رسانه‌ها، توسط شماهای عزیز خب این اعلام شد و برای همه عمومی شد، فهمانده شد. پس اونها با برنامه این کار را میکنن. تا شروع از عائله محترم استاد محمد علی حی شروع کرده، از فرزنداش، از ایناش، تا مسئولین نهضت، چون که اون کس رهبر بود، یکی از مقامات بلندپایه نهضت است، استاد محمد علی حی است. جایگاه او هر قدری که وقت برود حالا با او موقع او بالاتر می رود، شخصیت او بالا می رود. خب دیگر تا اینکه رهبریت نهضت به این کار مشغول بشوند، تا اینکه رسانه ها به این کار مشغول بشوند، تا اینکه فکر افکار عامه را از حادثه های بدخشان، از حادثه هایی که خب در اونجا بیداری و مردم خب به تظاهرات و به دیگر چیزها آمادگی دارن، یا اینکه یگان فکر شومه که میخوان که در اونجا انجام بدهن، تا اینکه از اونجا فکر مردم را به دیگر طرف بکشن، این کار با برنامه شده ایستاده است. من مطمئنم ان شاء الله، از خدا امید دارم استاد محمد علی حید صحت سلامت هستن. اما ما دلشکسته نباشیم. خب چیکار کنیم که اکنون اون چیزی را که ما امروز یک کمی حرکت و پیشروی داریم، مشکلات به سر برادرهام و استادامون میان، به اونها میروند. دیگر از اونها ما معذرت میخواهیم، خداوند صحتی و سلامتیشون نگه دارد و برنامه‌های خودمون همون گونه که برنامه‌های قبلی بودن. حالا تشکر میکنم که این برنامه را خاص برای استاد محمد علی حید گرفتی، اما برنامه‌هایی که درباره اقتصادی هست، یا اینکه در کادری هست، یا اینکه در این حادثه هایی که بالای کشور ما میاد، اینها را هر چی میتونیم بیشتر بکنیم، هر چی میتونیم به مردم اینها را برسونیم، هر چی میتونیم از ظلم و از استبداد و از ناعهده برایی خب مقامات کشور هر چی بیشتر ما اگر کار بگیریم، پس ان شاء الله که این برنامه هایی که بالای عزیزهای ما، بزرگهای ما، استادای ما، برادرهای ما اونها میخوان که بگیرن، اینها کدام چیزی تاثیر نمیرسونن. من عامل اساسیش همین چیز میبینم، بنابر همین ان شاء الله که مطمئنم که کارها خوب هستن. با از اینا بیشتر باید که در تکاپو و تلاش و در با یاردم خدا و نیروی مردم و ملت ما ان شاء الله که ما میتونیم که پیش روی این ظلم را بگیریم. ما گفتم که بار دیگر هم باز از استاد محمد علی حید، از عائله‌اش و فرزنداش و از دیگر برادرهایی که بالای اونها سختی میاد، از اونها معذرت میخوایم که اینجا کار که خوب است، دیگر مشکلات به او میرود. حالا اگر یاد داشته باشید رئیس کمیته خب نجات گروگان‌های ملی، گروگانان و زندانیان سیاسی در تاجیکستان، ایشان عبدالستار بابایوف، اگر یاد داشته باشید در سیرت همون، در تاریخ همون یک حادثه شده بود که اون من برای یک زادروزش نوشته بودم. یک مدت این در محبسی همون فرانت خلقی بود و با جمعی از 10-12 کس که در پدول یکی از همون PTO بودن یا که تکنیکوم بودن در همون جا بودن و در اون وقت در سال 92
و از اون طرف مجاهدین بودن که حمله میکردن می اومدن، مثلا که پیشروی ها بود. اگر پیشروی از طرف مجاهدین یا گروه مخالفین میشد، اونها از چی میفهمیدن؟ نه رادیو بود، نه اینترنت بود، نه دیگر چیز بود. یک دسته جمعی می اومدن همون 10-12 نفر را زیر لط و کوب قرار میدادن، با یک نوعهای میزدن شو که دیگر اولها میگفتن حس میکردیم، بعدا خرسن میشدیم میگفتیم که در اونجا یگان حادثه، یگان پیشروی از برادرها و از مخالفین شد است که اینها اومدن ما را عصبی کرده است، ما را اینها این لطقین کرده ایستادن. حالا اکنون خدا کند که در ترمه ها، در محبس های تاجیکستان قانون حکم فرما باشد، مسئولینی با انصاف باشند در اوجنده. خب از روی نظامی نشان داده و آن چیزی که دستوری محبوس هست از اون کار بگیرن با محبوسین، اما آن چیزهایی را میبینیم که برخلاف اونها کار گرفته میشود، پس اونها باید بدونن که در اینجا مخالفین دارن قوت میگیرن که این مشکلات به سر اونها را اومده است. برای همین من عذرخواهی میکنم، معذرت میخوام از خانواده و از نزدیکاشو که اینجا دیگر کار خوب است. ان شاء الله مردم ما بیشتر آگاه و بیدار شدن، مردم ما با ظلم دیگر طاقت نمیارن، نه اینکه مردم ما در تمام ممکن که منطقه دیگر این کارها دیگرگونی بشود. همین است عامل اساسی یا یک سبب اساسیش. سلامت باشید دیگر. سلامت باشید، زنده باشید. تشکر زیاد. نفری بعدی تاجیکستان بفرمایید. هستید؟ حکومت بفرمایید. حکومت هستید؟ میکروفونتون فعال نیست. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای شوکت جان، من از اول برنامه شما را پیگیری کرده ایستادم. از ابتدا سرکرده با این استاد محمد علی حیید که با فشارها سال 2013 آغاز این فشارها سر شد، خیلی جای تأسف است راستی گپ به این حکومت ظالم که شخصانی با فرهنگ ما را، شخصانی ملت دوست، وطن دوست و میخواهند با این ملت و وطن خدمت‌های انجام بدهند، اما اینها را گرفته زندانی میکنند. خیلی جای تأسف است. بله. من از شما یک سوال داشتم، زیرا شما در همون زمانها اعضای همین حزب نهضت هم بودید. آیا یگان نفر با این استاد از ابتدای تنقیدها، از ابتدای شروع شدن فشارها به سر این استاد، یگان کس برای استاد یگان مشورت دادن که به آلمان سفر کنه تا اینکه برای حفظ امان خودش؟ عاقبتش زندان شد. کسانی که هجرت کردن اونها امان یافتند. شما یگان کس شنیدید که یگان کس به استاد مشورت داده بودند که هجرت کنند یا که اون کس خودشون قبول نکردند؟ من میخواستم همین رو بفهمم. تشکر زیاد. زنده باشید برادر عزیز. همون زمان در سال 2015 و از وقتی که این گریمان ها میشد، حالا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شدگی نبود. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بسته شدگی نبود. یک گروه مخصوص به ترکیه از اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سفر کردگی بودن. او یک جلسه مخفی گذراندگی بودن. در اونجا یک چند نفرهایی که حالا در زندان هستند در آنجا بودند. نفرانی که حالا در زندان هستند یک چند نفر در آنجا بودند. استاد سیدبر حسینی، برادر محمد شریف از کولاب و یک چند نفرهایی که حالا عین حال در زندان هستند بودند. و به همین جلسه استاد محمد علی حیید نرفته بودند. این جلسه چی بود؟ یعنی
به حکومت یک جلسه کردن که به حکومت بفهمونند که بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به فایده ملت نیست. بس عین همون شب و روز از روسیه، از دیگر منطقه ها هر روزه صدها تاجیک رفته به داعش پیوسته ایستاده بود، همون شب و روزها. و این یک نارضایتی بزرگ را به میان میبیارد و خودی نهضت اسلامی تاجیکستان را هم سراسیمه میکند و نمیتواند کفیل این باشد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که پیش موجی رفته به داعش پیوستن این مردم را، جوانان را بگیرد. این شب روز، این روزها روزهایی نیستند که حکومت این گونه مناسبت کند. اما باعث تاسف است که از بدنه خودی حکومت گلمراد حلیموف رفته به داعش پیوست و چقدر جوانان رفته تا 5000 به خودی معلومات رسمی تا 2000 رفته پیوستند و همین را گفته نمیخواستند، به حکومت رسانده نمیخواستند. در همین شب روز استاد محمد علی حید در خود تاجیکستان بود، حتی به همون جلسه نرفت، چون که گفت که من باید در اینجا بمانم، بایستم، چون که رئیس حزب در خارج بود، معاون اول در خارج بود و استاد محمد علی حید در تاجیکستان ماندن. اما من تا آنجایی که خبر دارم خودی پیشنهاد از جانب رئیس هم شده بود که اگر بعضی از همون پیشنهادها را که حکومت تاجیکستان قبول نکرد، این خیلی یک نشانه بد است و باید بعضی از اعضاها خارج شوند و اگر که بعض پیشنهادهای بهترینه که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از بستن کرد، اگر حکومت قبول نکند، حکومت در حالت یعنی برای بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بتواند هر یک فتنه رو به میان بیارد. الکی این چیز رو تقریبا 3-4 ماه پیش حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش بینی کرده بود. یعنی پیشنهادهای ملی بودند و او رو اگر آینده تاجیکستان را حکومت تاجیکستان میخواست، رژیم امام علی رحمان آینده ملت را میخواست، آینده تاجیکستان را میخواست، پیشروی تاجیکستان را میخواست، ناچار بود و پیشنهادها را بپذیرد. اگر که نخواست، این نشان میدهد که در یک نقشه بد است و در یک نقشه بدکاری است، در یک نقشه مدهش است که وحشانیت است که باید اقلا اعضاها از او ایمن باشند. اما متاسفانه دوستانی که آمده بودن تکلیف شد که بمانند، نموندن. همشون گفتن که باید در اونجا بمانیم و در نزد مردم بمانیم و باید با مردم باشیم. و یکی از اونهایی که این حرف رو داشتن خود استاد محمد علی حید بودن. اگر از خبرها خوانده باشید، استاد محمد علی حید رو از خانه اشان بازداشت کردن و وقتی که گفتن با ما میروید صحبت میکنیم، گفتن که بیستید، اول من نماز شامم رو بخونم. برای نماز شام طهارت کردم، نماز شامم رو میخونم، بعد میرویم. اونها نگاه کرده میستن، نماز شامشون رو بخونن، بعد گرفته میروند. محمد علی حید در اصل یک نفری بودن که با او برا تو رو بازداشت میکنند، برده تو رو حبس میکنند، گفتنی گپ رو با او کس گفتن نمیشد. محمد علی حید یک چنین شخص بودن که این گپ رو به نهایت به خودشان تحقیر حساب میکردند. برادر عزیز، برای همین محمد علی حید کسی نبود که از حبس بترسد، از فشار بترسد، از شکنجه بترسد، از ضرب و لط بترسد، چون که همه این را از سرش گذرانده بود. سلامت باشید. یک زنگ از واتساپ. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت محمد. لبای. اگر موضوع درباره استاد محمد علی حید خدمت نمیدم. بله. این حکومت ما رو نمیفهمیم. این ناموس ملت برده محکم کردن.
امیدواریم که آزاد میشود، ما او را میبینیم. بعد اگر درباره محمد علی حید اگر گپ زنیم، روزا هم گپ زنیم کم است. بله، زنده باشد. علاقه کنده شد. تشکر به همه شما برادران عزیز، خواهران گرامی، نفرانی که با ما پیوستید، صحبت کردید، نفرانی که طول این زیاده از 2 ساعت ما را تحمل کرده، تماشا کردید، گوش کردید به حرفای ما. با یک که شما تشکر میکنم و در یک چند دقیقه محدودی که در اختیار ما مونده است، یک چند گفتنی نهایت دارم که فکر میکنم باید گفته شود. شما که از یک نفره را حبس ابد کردید، پشت 7 قبضه پنجره زندان کردید، در حراس هستید که از زندان سیمایش را پیوندانش ببینند. در حراس هستید که او را زنده بودنش را فهمیدن برای پیروانش، برای هماندیشگانش قوت دل می شود. در حراس هستید که هستی محمد علی حید، بودن محمد علی حید این تهدید به کرسی های شما است، تهدید به منصب های شما است، تهدید به رژیم شما است. باید بدانید وقتی که یک نخبه ملت را شما پشت پنجره زندان کرده، او را زبانش را می دوزید، او را صدایش را خاموش میکنید، او را شکنجه میکنید، ضرب میکنید، زیر لط و کوب قرار میدهید، آیا گفت روسا کنسا به خلاصه نامدید که دیگه شما ضعیفید؟ دیگه شما ضعیفید. با زدن، با لط و کوب، با شکنجه، با زندان کردن ها به مقصدتون نمیرسید. آب مرگتان را میخورید. نزدیک آمده است. هیچ کس به دنیا ستون نمی شود. چی لازم است که تا قیامت شما را نامتان را به بدی بگیرند؟ به شما چی نمیرسد؟ می دزدگیتان را دزدیدید، می ربودگیتان را ربودید، غارت میکردگیتان را کردید. فکر میکنم به 7 پشتی بر پشتتان میرسد. باز چی نمیرسد به شما که اینقدر هراس دارید و اینقدر از هراس ظلم میکنید؟ یعنی ترس، ظالم برای چی ظلم میکند؟ ترسک است، ترسانچک است، بزدل است. در گوجای به ظلم واخورید، بدانید که در اونجا یک بزدلی وجود دارد، یک ترس و هراس وجود دارد. و ظلم یعنی چی؟ چشم مردم را ترسانیدن. یعنی میخواهد که چشم مردم را بترساند. ترساندن در عوض ترسیدن است. یعنی میخواهد با ترسانیدن هم ترس خودش را جبران کند. اما با ترسانیدن، ترس خود را جبران کردن، یعنی فرمتش آشکار کرده گوییم ترسانچکی است، بزدلی است، نامردی، ناجوان مردی است. همین قدر است. اهل وحوش وقتی که یک تهدید را میبینند، حرکت میکنند با او تهدید روبرو نشوند. اهل وحوش، وحشی ها، وقتی که یک تهدید را میبینند، تهدید به جانشان را میبینند، یک شکارچی را میبینند، یک حیوانی را میبینند که به او حیوان زورشان نمیرسد، با حیوانی خود کوشش میکند که با او تهدید روبرو نشود، یک راه دیگر عبور میکند، راه دیگر رو پیش میگیرد تا با او تهدید روبرو نشود. اما این وحشی های ما چیکار میکنند؟ عبور کرده از پشت میبیند. آخر تو از پشت بیایی هم پشهی،
از پیش بیایم برای فیل، برای شیر پشه‌ای دیگر. همه غرین با غرین خواهد او را خاطرش را مشوش میکنی. تمام دیگر هیچ چیز از دست نمی بیاید. همین قدر چیز از دست نمی بیاید. یک بار به دست میافتی، هرچند تیز پر هستی، هرچند تیز چپ میدی، یک بار به دست میافتی، مشغل میکند، تمام نابود است. به دستی پنجه واخوردی، یک بار مشغل میکند، تو پشه رو نابود میشی. همین رژیم همین پشه است دیگه. چنان غینگس زده ایستاده است که ملت را نمیموند یک فکری سالم کند، ملت را نمیموند یک فکری پیشرفت کند، ملت را نمیموند یک پیش رود. بمانید، به ملت حق پیش رفتن بدهید. نخبگان ملت را از زندان رها کنید. مغز ملت را از زندان رها کنید. مغز ملت را از سرسانی و دربدری و خاک بر سری رهانید، جمع کنید به گردتان، به تاجیکستان، به سر یک میز مصلحت بشینید، به آنها حق بدهید که گپ بزنند و نقشه پیشرفت بکشند. از دست شما هیچ چیز نمی بیاید. شما همه گاو و گوساله ها جمع شدگی هستید. از دست گاو و گوساله ها کار آدمی نمی بیاید. نمی بیاید. فکر میکردم یک روز نه یک روز به خلاصه می بیایید، اما به خلاصه ناماده ایستاده اید. باید به خلاصه بیایید. از دست شما دیگر هیچ چیز نمی بیاید تا اینکه نخبگان ملت را، مغز ملت را از زندان ها رها کنید و از این سرسانی و دربدری و خاک بر سری جمع کنید، برید به تاجیکستان. فکر آنها، اندیشه آنها برای پیشرفت ملت ضرور است. باید هر یک نفر آنها نامشان به آب طلا نوشته شود. ببینید، شما خواهید نخواهید اینها در تاریخ همچون قهرمان ها میمانند، شما همچون خائن ها. هرچند امروز خائن گفته شده. همین نظربایف به کماندش، به دامادهایش، به دخترهایش چی شد؟ شما همین خیل میشید. از همین پیشگیری کنید. با امید پیشرفت ملت، با امید سربلندی و پیروزی، یک و یک شما را به الله پاک میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.